Ассалому алейкум, тамошобинони муҳтарам. Дар ин навбат ба ғайр аз саволу ҷавобҳое ки мо мехоҳем ба онҳо ҷавоб гардонем, саволи бешуморе ки аз тарафи шумо омадааст, мехоҳем яке аз мавзӯи муҳимтари ки дар ҷомеаи мо бениҳоят вақтаи охир паҳн шудааст, дар бораи худкушӣ, дар бораи аломатҳои фарқкунандаи худкушӣ аз куштор. خودکشی چیست؟ چی جوابگاری دارد خودکشی؟ چه معین میکنند که همین شخص خودش رو کشته است یا که او رو کسی به قتل رسانیده است؟ چی حقوق دارند در موردی در رفت تفتیشات؟ اگر همون تفتیشات هم گذرد خیش تبار نزدیکان شخصی که یا خودکشی کرده است یا اینکه او رو به همین خودکشی رساندند. یعنی که موضوع اساسی در باره خودکشی می رود و خصوصیت های همین ماده 109 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و اینچنین با یک قطار سوال هایی که ما آورده ایم در آنجا میخواستم با شما صحبت کنیم و سوال شما جواب گردانیم. کسی که در تماس است این حال با ما خوش آمدید یک بار دیگر میگویم. یک بار دیگر باز تکرار میکنم، بغیر از اون سوال هایی که ما جواب میدیم، سوال های حتمی باید ما جواب بدیم، برای که 5-6 سوال حتمی هست با اون ما جواب میدیم اگر فرصت شد به سوال های آینده شما و حتما درباره خودکشی سخن میرونیم. 10 نفر کشیدیم صحبت یک بار از خودکشی سر میکنیم. یعنی السلام علیکم. خودکشی خیلی که از همین نامش معلوم است، آدم خودش رو میکشد. وقتی که آدم رو دیگر کس میکشد این کشتار حساب میشود و جوابگری جنایتی است. ولی برای خودکشی جوابگری جنایتی نیست. هر کس اختیار دارد برای حیات خودش، میتواند زندگی کند، میتواند خواهد زندگی نکند و به کدام طرزی که میخواهد حقوق دارد که خودش رو از حیا محروم سازد و برای همین هم برای خودکشی جوابگری جنایتی نیست. ولی برای رسانیدن برای خودکشی، یعنی که وادار کردن یک کس رو که تو حیاتت رو قطع کن، دیگر تو زندگی به تو لازم نیست، این علاقه ماده 109 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان میباشد و جوابگری جنایتی رو مقرر کرده برای اون اشخاصی که شخص رو به خودکشی رسانیده آورده است. برای چی من این موضوع رو همین لحظه همین روز انتخاب کردم؟ چون که خیلی که میبینیم در همین اینترنت، در خبرهای وسیله اخباری اومد، بسیار وقتای اخیر بسیار درباره خودکشی زنان، درباره خودکشی زنان با کودکانشون، درباره خودکشی مردان، حتی دیروز به فکرم بود یک مرد از ورزا برای خودداد گویا خودکشی میکرده است، خودکشی خودش رو اویلش رو صادر کردنی بوده است. و برای همین من گفتم که شاید بسیاری ها هم نفهمند و بسیاری ها از اون جمله من میخواستم که همون خشتباری شخصانی که دست به خودکشی زدن یا که گمان بر است که اونها خودشون رو کشتن، درباره حقوق و آزادی های خودشون اویدی رفتی تفتیش همین پرونده ها یک خبردار میشیدن و امکانیت های وسیعی که حالت اصلی با مرگ رسیده اون خشتبان روشون با قتل رساندن یا که او خودش رو با قتل رساند معین کنند. شهرت نظام گفته است که چی خیلی امروز بایرام نه برای چی بایرام روزهای شنبه شهرت نظام برای کی میگم یهودا میشود، جهودها، برای که از روی دینشون روز شنبه برای اونها بایرام، روز یک شنبه برای خریستیان ها بایرام، روز جمعه برای مسلمان ها بایرام. و عموما برای آدمی که میخواهد به شما یاردم رساند بایرام عموما نباید باشد. بایرام وقتی خوب، بایرام وقتی یکم دیگر وقت خودتون فهمید. حالا قصه میگذاریم با خودکشی. ماده 109 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای به خودکشی رساندن جوابگری جنایتی مقرر کرده است و همین ماده میفهماند که به خودکشی رسانیدن چی معنا دارد. یعنی که قانون در آورده شده است که با راه تهدید، معامله بیرحمانه
یا پسزنی منتظم شأن و اعتبار شخصی جبردیده که به خودکشی یا که به سوی قصد خودکشی میرسونند به جوابگری جنایتی کشیده میشود. انا اکنون همین ببینیم یک بار دیگه مفصل‌تر ببینیم. یعنی عملی یگان اشخاص میگیم عملی سلیم نسبتی کریم، یعنی عملش باید با تهدید باشد، معامله بیرحمانه باشه، یعنی که رفتار و کردار مناسبتی بیرحمانه داشته باشد، یا اینکه پس زدنی شأن و اعتبار و شأن و شرف همین شخص باشد. دشنام ها همین منتظم. اول قسمت اساسی و یک علامت فرق کنندش این همین منتظم است. اگر شما یک بار یا که دو بار تهدید کردید یا که دو بار حقارت کردید یگان کس رو دشنام داده که مر به این روزت تو نغزش خودت کشی چه میخواد زندگی کنی برای که از تو آدم نمیشود، این ماده 109 کودکس جنایتی و جوابگری کشیدن شما نمیشود، چون که این عمل باید منتظم باشد، یعنی که از دو زیاد مراتبه و منتظم باشد و تصدیق شونده باشد. یعنی که یک کس رو تهدید میکند منتظم، معامله بیرحمانه میکند، شأن و شرفش رو پست میکند و او رو به تمام چنان حیات و زندگیش رو چنان تنگ میکند که باید یگانه علاج خلاص شدن از همین تهدیدها و معامله بیرحمانه پس زدن شأن و شرف و آبرویش یگانه راه رو انتخاب میکند، راهی به خودکشی رساندن خودش یا اینکه فرزندانش. من مثال بر همون حادثه پنجکن به خاطر میارم، حادثه‌ای که مثال در هم دریای دوشنبه که آدم‌ها را می‌یابند که خودشان را آویختند و کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای همین کار جوابگری جنایتی رو مقرر کرده. جوابگری جنایتی دو نمود می‌شود. قسم یکم کودکس جنایتی ماده 109 قسم یکمش جوابگری جنایتی رو از مهلت 3 تا 5 سال مقرر کرده است. ولی اگر انا همین کارهای منتظم پس کردن شأن و شرف و آبرو رو پس کردن و تهدید کردن و معامله بیرحمانه زدن، خوراک ندادن، یگان جا نموندن برآمدن، عموما همین منتظم حقوق جبردیده رو فوتیده رو پس کردن اگر از طرف شخصی باشد که فوتیده از جهت مادی یا که از دیگر جهت تابع او باشد، در این مورد علاقه جوابگری وزبین‌تر می شود و از 5 تا 8 سال جوابگری مقرر کرده شده است. انسان را می تواند که به چنین جوابگری وزبین کشند. شمیل مثل اگر بخشش زیاد سوال من دیروزه موضوع بود، اگر پدر الومینی تو 18 سالگی گیرد بعد 18 سالگی فرزند عقده‌دار است که با پدر برگردیده، پدر طلب حقوق قانونی گرفتنی از فرزند دارد؟ نه شمیل وقتی که شما یکمش که الومینی نیو الیمنت الومینی و ماده شیمیایی است، هیچ گپ نه، تلفن و کامپیوتر خودش را اصلاح میکنه. اخی وقتی که شما تا 18 سالگی به فرزند خودتون وظیفه خودتون اجرا کرده، الیمین پرداخت کرده، فرزند عقده‌دار نیست که با شما بعدی 18 ساله شدنش با طلب شما الیمین رو برگرداند. فرزند شما در همون حالت وظیفه دار و عقده‌دار می شود از جهت قانونی شما رو تأمین کردن و یعنی که با پرداخت کردن با شما الیمن هنگامی که شما کار نشویان شوید، هنگامی که شما با سن و سال رسید که فعالیت کردن توانید و محتاجی یاردن باشید و یعنی که شما محتاج به گرفتن یگان یاری باشید، در این مورد فرزندتون میتواند اختیارا و شما یگان مبلغ پرداخت کند یا اینکه اگر با اختیارا این کارو نکند شما خودتون میتونید که به طریق سودی مراجعت کنید و از او طلب الیمنت رو کنید، چون که در قانون این مقررات آورده شده است که نه فقط پدر و مادر به فرزند الیمنت میتونن، این چنین فرزند به پدر و مادر حقوق الیمنت دادن رو دارد، وظیفه دار هم هست و همچنین نبیره به بابا میتواند الیمنت دهد، بابا نبیره میتواند الیمنت دهد، دادر به خواهر، خواهر به دادر و هکذا، یعنی که همون خشت برای نزدیک یک دیگر باید یاردن کنند.
анакун чӣ хеле ки гуфтем мавзӯи асосии мо дар бора ба худкушӣ расонидан буд. яъне ки айни ҳол гуфтем, дидем, фаҳмодем ба шумо ки ба худкушӣ расонидан чист, яъне ки бо роҳи таҳдид, муомилаи бераҳмона ё ин паст задани мунтазами обрӯи як инсон ки оқибат ба он мерасонад ки он шахс худро аз ҳаёт маҳрум месозад, шуморо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мекашанд. дар амали ҳамин кор карданатон шуморо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мекашанд ва аз 3 то 8 сол мумкин аст ки аз озодӣ маҳрум кунанд. ин моддаи 109 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. вале проблемаи асосӣ ки диққати ҳамаи шуморо, диққати дигаронро мехостам ҷалб кунам, ин он аст ки чӣ гуна ҳамин парванда тафтиш карда мешавад, чӣ гуна ҳал карда мешавад. чӣ хеле ки ҳамагон шумо медонед, ман аз ҳамон даврае ки ҳамчун ҳимояткар кор мекардам дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва баъд аз он ҳам ҳеҷ гоҳ аз кори мақомоти қудратии Тоҷикистон, алахусусан кори муфаттишони мо, чӣ муфаттиши кадом ниҳоде набошад, қаноатбахш нестам, ризо намешавам аз кори онҳо, бинобар сабабе ки ман фикр мекунам ки дониши кофӣ ва манфиатҷӯ нестанд ин ашхос барои ҳаматарафа ва пурра дидани парвандаи ҷиноятӣ. ва барои ҳамин ҳам ин мавзӯъро ман интихоб кардам ки ҳамин ҳодисаҳои худкушӣ бисёр шуд дар Тоҷикистон ва мехостам як-ду тавсияам барохи шутобори ҳамин ашхос. вақте ки ба шумо мақомоти қудратӣ мегӯяд ки наздики шумо даст ба худкушӣ задааст, шумо метавонед бовар кунед ки ба худкушӣ задааст, метавонед ки худатон низ тафтиш кунед, худатон низ як саҳми худро барои муайян кардани адолат, барои муайян кардани гунаҳгор дар ҳамин ҳодиса дарёфт кунед. шумо ҳамчун ҷабрдида бояд ҳуқуқҳои худро доред. ҳозир ман дар бораи ин ҳуқуқҳо гап мезанам, боз Шамилев неза соддаттар фаҳмонед бахшиш. пенсия баромадагӣ ва пенсия мегирад Шамилев. Корношоям яъне ки касал, яъне ки роҳ гашта наметавонад, гап зада наметавонад, дасташа ба даҳонаш бурда наметавонад. одаме ки умуман ягон кор дигар аз дасташ намеояд. касалӣ бениҳоят вазбин, муҳтоҷ ба маблағу дорувори иловагӣ мебошад. мисол пенсия 100 сомон гирад ва одам, вале барое ки ӯро нигоҳубин кунанд, сиделка дар назди вай ҳаст, дар як моҳ 25 сом мегирад, хӯроку дорувори 250 сомонӣ мешавад, рафтану ташхиси тиббӣ гузарондан бо 300 мешавад. яъне ки аз маблағ аз пенсияш зиёд шуд. ана ҳамон маблағе ки аз пенсия зиёд ҳаст бояд байни фарзандони вай тақсим карда шавад, ҳамчун алимент ва фарзандон бояд пардохти алиментро кунанд. ҳукумат бояд ёрдам кунад мардуми камбизоат. не ки агар вақте ки худи ҳукумат камбизоат аст, ҳукумат бюҷет надорад, ҳукумат ҳар сол қарз мегирад, чӣ хеле ёрдам кунад. ҳукумат барои ҳамин ба шумо озодӣ вай додааст, соҳибкорӣ додааст. соҳибкорӣ кунед. ҳукумат озод шуморо мондааст ки ба тамоми дунё равед, мардикорӣ кунед. ҳамин чизро истифода бурдан дар кор, шукрона кардан дар кор ки ҳамихел давлат дорем, шукрона кардан дар кор ки ҳамихел замин дорем, ҳамихел шароитҳо ҳаст. ассалому алайкум таҷи маъман. марҳамат, шумо чун ҳар вақта ба шумо мо аз минбар роҳ метиҳем ва як бори дига бо гап мезанем ки суҳбата мо ба ғайр аз он ки 2-3 савол ҷавоб додем, суҳбат дар бораи худкушӣ ҳаст. худкушӣ чист? барои худкушӣ оё ҷавобгарии ҷиноятӣ сар шуд ё ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар карда шудааст ё ки не? ман дар бораи модда 109 кодекси ҷиноятӣ гап задам, тафсираша кардам, гуфтам ки аз 3 то 8 сол ҷавобгарии ҷиноятӣ аст барои ба худкушӣ расонидан, яъне ки водор кардани як ашхос барои куштани худашон. ва гуфтем ки сабабҳо чист ва қонун кадом кора худкушӣ мегӯяд. мисол дуздӣ ин амволи ғайрро бо тариқи пинҳонӣ тасарруф намудан, анамиро дуздӣ мегӯянд дар қонун. агар шумо амволи ғайрро пинҳонӣ нею рушод тасарруф кунед, дузед, аз худ кунед, вай дуздӣ намешавад. шуморо бо моддаи
244 نمیتونن با جوابگری کشن. همین طریق هم اگر شما منتظم، شرط اساسیش همین بود، منتظم یعنی که پستایانه باید یک کس داشتیم که شان و شرفش پس بید، هم در خونه هم در بیرون هم در جای کار منتظم حیاتی باید چنان کنید که باید نخواهد دیگر زندگی کردن، تهدیدش کنید، فشار بیارید، لط و کوبش کنید، عذابش دید، از خوراک محرومش کنید، نمونید از خانه برآمدن، نمونید تلویزیون تماشا کردن، نمونید یک کار دیگر را کردن. همین کار اگر منتظم باشد، شرط اساسی همین است، منتظم که باشد و بعد در نتیجه همین منتظم ویران کردن حقوق‌هایش و محدودیت‌ها اون شخص خود را به خودکشی کند، خودش را کشد، نسبت همین آدم پرونده با ماده 109 آغاز کرده می شود. ولی گفتم پرابلم اساسی در همین است که چخیل اثبات کرده می شود خودکشی. چخیل شما اثبات میکنید که همین زنکی که ما یافتیم مثال در فلان جا با رویمال خودش رو دار آویخته است و 4 کودک دیگرش دار آویخته بود، مثال میبرم، اون رو من در نظر ندارم، عموما مثال همین انسان خودش رو کشته است، وای یگان کس نکشته است. همین در همین جا خیش و تباری همین فوتیدگان آیا چی حقوق دارن برای تفتیش کردن؟ آیا آنها باید فقط گوش کنند و باور کنند که چه حادثه روی داده است و یگان کار کنند برای عدالت رو معین کردن و فهمیدن؟ آنها چی حقوق دارن؟ آنها چی میتوانند کنند؟ آیا تفتیشات باید به نزد اینها بیاید نیاید عموما، یا که فقط به مانند پرونده همون قضیه بچه وحدتی آورده بعد نیم ساعت جسد رو میتونید نبینید نشوید، یگان کار نکنید، تست برده اینو گور کنید، یگان کس نفهمد. این علامت این رفتار کارمندان مقامات از اون شهادت میتونه که زیر کاسه این کاسه است. برای همین من میخواستم فهمونم که چی کار کردن میتواند همون اشخاصی جبردیده، این اشخاص جبردیده میگم، پدر مادر همون میگه فهمیده است، چی کار کردن میتواند در همین مورد. خیام تیجی سوال داده است که بچه و کارگران ملیسا حقارت میکنند اگر در قبشوخری حقارت میکنند. این معامله گبزنی شونه، این معامله گبزنی شونه حقارت کردن. و من میگم برای چی با حقارت میکنن؟ برای که یکی از سوال هایی که ما همین روز جواب میدیم این باید که آیا ملیسا رو زپیسی ویدیویی کردن ممکن است یا نه؟ با دلیل های قانونی من گپ میزنم برای چی ملیسا رو زپیس کردن ممکن است و در کدام حالت ممکن نیست. این حال ما درباره خودکشی گفتیم. فرض کردیم که پسر شما رو آوردن خونه، گفتن که پسرتان خودش رو از سیوم ایتاژ گرفته پرت کرد و او رو میپیچونن و میگیرن میبرن. شما در این مورد چیکار کرده میتونید و وظیفه‌های شما چی است؟ همچون پدر مادر خویش و تبار شما باید چیکار کنید که اثبات کنید که همین کار نشده است اگر باوری نداشته باشید، یا اینکه پوره تشخیصی پوره همین حادثه رو سنجیده بینید. خوش آمدید یارو. سلام. سلام. موضوع چیه؟ موضوع یگان چی گفتنی باشه گپ زدن، گفتنی نباشه موضوع اصلا یگان سوال ندارم و همین به فکر شما برای چی میشم همین خودکشی؟ آدم میگن که زندگی در جان اول زد جانش به لب اومد. همین 3-4 روزه حادثه پیش مثال بگیریم، اگر مثلا زنکی که کودکش قطعی خچه دور کشید، اول معلوم است که همون دور کشید یا دور کشیده میگن انا همین اصول انا همین بس خش تبارشون باید کوشش کنن فهمن که آیا همون دور کشیدگی بود خودش رو یا که کسی دیگر دور کشانده بوده یا که تشخیصی پوره طبی بدن همون اقلا ویزوال تشخیصی هم بدن گذاردگی هستن یا که سین یک اونجا اوکول کردگی، تشخیصی خون، تشخیصی ژیلودکش ممکن باید اطرایت کرده باشن. این خیلی چیز نیست، همین آوردن میچن جسد میپیچونن گور کنه، هیچ کنه بینن اون کس نفهمه. نه شبهه پیدا میشه. چه نه هازی خیلی زنک هم میمونه نه زنک که کودکش قطعی از بولای دریا پرید او خودش پردگی که هیچ که یورا تایتا تیلا نمیکنه روی نه اینا ما خودکشی ها فرض میکنیم نه که نسبت همین چی سر میشه چی سر میزنه همون چیز باعث میشه که همه را پسیخولوگو رو پرسیدن در که یکی با فکر شما
با فکر من بیزار میشوند از زندگی و آیندهشون رو نمیبینن یا اینکه برای چی از زندگی بیزار میشن؟ برای 100% جای بد نبود. همه جا معلوم برام جای بد نیسته. با گفتی خود اگر پول باشه در کیسه جنگل با شروع اساس به پولیه. ماجید کنوکای زوکت گیران کن. سلام علیکم. من خوبه. السلام علیکم. من خاصیت سوالی تو با ماجید اکسپرت فی چیز میگم پسیکولوگ ماجیده. ماجید سوال خاصیت داده است یورو که برای چه سبب همین خودکشی چیه؟ من میگم موضوع برای چی خودکشی میکنن؟ نه فقط زنک و مردک. نه فقط زنک مردک رو میکشن. نه برای چی؟ نه برای چی در تاجیکستان برای چی مرا بگه؟ از بیپولی؟ نه از بیپولی هم سببش بسیار اینه که برای عشق برای عاشقی یگان کس کشتگی عشق عاشقی من عاشقی من مرا نگاه نکرد تا کشتگی او گویا که برای عاشقی سببش عاشقی نیست وای سببش سبب بیپولیه که پرابلم ها حل نمیشوند تو نمیدونی چی خودانی نه مثلا از چی پرابلم هرم که باشه جا برای آدم خودش کشتن اساسش وسوسه شیطانی است که مثلا در افریقا پول نیست او نیست آدم زندگی دارن شما چی گفته؟ در افریقا یگون کس نمیگه که پولی سویت پولی گاز پولی موسرکتاتی پولی موسرکتاتی که حاجی بیست اوه همه قطره جمع میشه نه میگی سر تا دبولیش موی تفتق میکنه پولی سویت پولی گاز پولی فلانی حاجی بیست حالی بیست با بغیر این بیچاره نه میگه خوب میگه همسرش میگه پولی قرض من نمیتی با وایش میاد آنها از بیپولی یک پرابلمی اساسیش ما فکر میکنیم بیپولی پول باشه همه پرابلما رو حل میکنه هم پولیش میته چیز میشه نه که من با مسئله حوزی که من اومدم گفتنیم درباره سبب ها نیست سبب ها من پروفسیونال ماجید مشربوف اینجا بو گپ هسته که پسیکولوگ همین گپ زنم اینجا بو گپ هسته که مثلا از چی سبب بیپولای انا خاصیت باید گپ زنم بر چی سبب خاصیت کو آدم از چی سبب بیپول میشوه آدم تنبل میشوه با امیدی میشوه که ای عثمان بیای ما بخورم اصلا نه زنکایی که در همون چی امختش دگیانده خیلی برای بیار ما بخورم میگم ما چیکار دارم تو شوی تو دازنی برای بیاری و نمیفهمم که این روز خیلی شوش پول کار نکده این روز بیزنس نشیده خیلی گم نه هر روز او چتا گویاردم کنه برابری برادری همین سبب باید بپولی او چش نباشه چی؟ نه یا که شین در خونه یکون کاری که دوزندگی که یکون همه قشلاق در دوزنده در کاره لوبای قشلاق در دوزنده در کاره پزنده در کاره همین حرکت کنی میشوه ای تنبلی میشوه ای همین امختش دگیان که نچید باید بیاری من بخورم تمام از بدونشی نه؟ اکه بدونشی هم بدونشی مجید همی اساسان مجید تو کنوکوی آواز دستی منه گوش کنید ایسش کاری من نیست اساسان مجید اساسان موضوع درباره و یکی با خودکشی رسانیدن خودکشی چیست چه خیلی معین کردن ممکن است که انانی آدمی دار آویخته خودش خود چه کشت آنها آدمی که در برش آویختگی شدگی بود نه ایرا یک کسی دیگر آویخته بود من همین را با میگم دقت کنید سببش نگه سببش پسیکولوژی و اینستیتوت استراتژیک نه سببش برای خود ما فهمیدنیم برای که ما نمیتونیم معین کنیم خود پرکورور نیستیم که باز معین کنیم که خود دور کشی من در شما میگم معین شد کاری آسانه معین مثل زنکی که خودش را با نمور دور کشیده من سوال میتونم آخه نیستم آدمی که هم سوالای ما در تیر بیتده همون زنک شما چقدر بالای دور درخت چیز فرو وردیشه در کامنتاری ویدیوی ما درویه 61,000 پرسموتر شده در 3 روز در کانال تجربه شو آدمی که در همون جا شاهد همون مرده ها را فرو ورده کامنتاری نشده چه خیلی فرو ورده مرده ها را ما در یوریدیچسکی اتویت در کنید چه خیلی فرو ورده مرده ها را مرده را درخت مرده در درخت تماشا رفته توی آمدیم تماشا رفته
بعد امو مردار دیم سراسیمه شدیم در اسپید نکردیم صورت بگیریم میگه سراسیمه شدیم امو نمالا رو امو آدم رو در زمین موندیم باید خیال کردیم نیول زنده نمالا اگه جا شدیم اکو ما پدروب نه نمالا انا میگم یکی چیزی که من میگم که مفتشر هم خراب ساز نمیکنم نمالا گیره شک شدن یا که نمالا بریدن خیلی که هیچ که خچش کورچه نمیگردونه کو که نمالا ببره انا گیره هوی کدن در کار نبود یکم کو گیره هوی کدن در کار نبود جایی که گیره کرده ای بالاتر بریدن در کار یکم بعد جورا فیکسات کردن در کار صورت حتما گرفتن در کار که در کدام مسافه هم بودن گیر در اطراف اسموت رمیست پرایشیس و باید بکنن تلپا باید نباشه گیر در جمع شما آدم و آنا میخیر میگیرن میبرن و میگن که ما دیدیم یک کس دیده بود در درخت بود این خیلی نمیشه شما بینید که آدم میتونست همون بلندی در بروید همین آدم پرافشه بود لیفشه بود همون آدم گریه چخی میبست چخیل کرد آدم زپیسکا نویسته بود پیشه وفاتش یا که نه زپیسکا شد به حسن خطی خودش کرد یا که نه پچرکویز که اکسپرتیز تعیین میکنی این خیلی نمیشه که هر یک کسی که دور اویختگی ملیسه بگه که به خودکشی حتما همه طرفا سنجیده باید شود یک کمش که با مود تفتیشات آغاز کرد چند ویت چقدر بینن این را کشتن این را به خودکشی رسوندن حالا چه بینن که در همون چیز چه زندگی میکرد در اویله‌ای که زندگی میکرد در همون محیط زندگی میکرد چه خیلی بود دیگه‌مش که یک کلمه پیچونده آورده رنگ همون وحدتی به پدر و بودرش دادن در کار نیست پول اکسپرتیزه کردن در کار نروشنی внутренний экспертиза کردن در کار ممکن و زهردار بود و ممکن و زهرآلود کرده بودن شاید دورو پروقتی بعد در نتیجه سرش گرم شد پاراتی در چیز این یکم کس نمیکنه نه که همون خش تاور باید همین همش چیز کنن روان بالای سر همون تفتیشاتگرا و چیزا بستن بگن که ما روزا نیستیم اگر روزا نباشن بعد همون زن شوهر داشته من نمیدونم سالمون میگه شما سودمت اکسپرت نه ما چند پرونده ای همه خیلی ده با خودکشی رسانیدن و خودکشی ها ده حمایتگر بودن حتی میتونم گپ زنم که یک پرونده ده خیلی تفتیشات شاهد قلبکی را آورد شاهد قلبکی گفت که من آوازه همین زنه فهمیدم که وای مرا میکشن بعد که 2-3 روز داپرسی خوشروش کرده خوشرو با معنای داپرسی اینویده نه تا که سویت دوبینکه نه داپرسش کردیم پرسیدیم چه این سوز آخیر در همین یک سوچکه داشت در زمین پرتافت گفت که مرا هم خیلی مفتیش گفت من نمیتونم من یک کار داشتم رفتم هم مفتیش گفت که پروکراتور که فورا که کارت حل شود هر میدیم که همیزنی همسایه همونایی که گفت من خیلی تو مالش امضا کردم ندونستم چی امضا کنم انا که حاضر مجبورم هم گفت فورا بگم نه که من نه چی نفهمیدم نه آدم میشناسم نه دخترش آوازش میفهمم نیست پیشاو جمشید دیو رو یک سوال تفتیشات نمیکنن اخی خودی خیش سوار باید تفتیشات کنن جمشید در همون قضیه دورکشیدگی در یگان جو نواری ویدیوگیشون دیدی خب یا که مراسم جنازه شون باشه یا که بعدی گوراندن باشه نه اخی جنازه صورتاش بود نواری ویدیوگی گوش کنه همین آدم مرده کو ماجی هیچ کجا مثلا این من هم در خونه من یگان کسل بودم من نمیتونم ویدیو کنم با پرتون آدم بینن که کسل بود یا تراژدی شده نیده فوتو نیده ویدیو آدم بوده همیته باور کنش مرا آخی همون صورتو من دیدم صورتوشه وقتی که صورت گرفتگی هم خب همون خاصیت نه من اینجا شبهه دارم که چرا نیست ویدیو یگان گپ خبر نیست مثلا رادیو آزادی را یگان سوال در شوهرش ندادگی بعدی مثلا این ویدیو مثلا یگان رادیو آزادی را مجید آدماش کمان و این قدر حادثه میشه و در تاجیکستان رادیو آزادی رادیو دروغی ممکن که اویله و یا در رادیو آزادی دروغو باور ندارن مجید در نظر هم رادیو آزادی ممکن در نظر شما رادیو آزادی دروغ انا کوز تهمت کردی هم قدر ژورنالیست رو بوجداد که پاگو دات ایست چیز میکنه نه خیر برنامه‌ای چی بود یا هفته تو تاجیکستان در
در همین صحبت‌های ما رادیو آزادی ما میگم و می‌نویسم یکم بار نیست هیم دهم باره ما برای میگم که رادیو آزادی رادیو نمیشیدنی باور خیلی دیگه صحبت نکرد چون موضوع همینه برای گوش کنید. نمیکنم یک بار گوش کنید. خیلی تابوری همون آدمی که به همین حادثه دچار شدن باید چیکار کنن یعنی که هیچ وقت راضی نشون به همون ورسیه همونو دیگه سالمان میگه که شما سودمید اکسپرت خیلی سوال دادیم باید سودمید اکسپرت کنن نه که سودمید اکسپرت نمیکنن سودمید اکسپرت در یک سیستمی همکاری قطعا همه آدم‌ها هستن قطعا همه مفتش تفتیشات تا همینو هستن هیچ کدام نمیخواد که اون چی کوار نکوار میسود ممکن کنه نه که رویکی میکنن برای همین باید آدم طلب کنه که پرونده با خودکشی کردن همین نزدیکی من با پروکراتور بالایی گذارونده شود یک بار دیگه اثر بینه تفتیش کنه حالا جسد سویجی که باشه و برآورده اکسگوماسیون کرده اثر سبب مرگ معین کنه میدونه سبب مرگ کو سبب مرگ از سیم اتاج در زمین زدن نیست من همه شما میفهمید میگن که سبب مرگش از سیم اتاج اومده در زمین زدن همین سبب مرگ بود این هیچ وقت سبب مرگ نمیشه میفهمیم یا دیلش های کرمون یا جونجو سبب مرگ ها یا گونجو شکست رگ کفی سیلیزیون کش پرید مغز سرش چوش بود انواع میشه سبب انا که همون برای چی همون خیلی شد مکانیزمی تاثیر کننده شو باید معین بکنم برای چی کلا کفی برای چی یک دور اوخت چه انا مکانیزم رو اکسپرتو باید معین کنن نه که همون در همون حالت میشه که شما خودتون کار کنید تفتیشات مجبور بکنید که همین کار دست بزنن ما ریزان استیم برای چی ما رو نمیمونه که ما بینیم برای چی مواد قطعی ما شناس نمیشوید مواد میگیریم میکشیم ریسک تمام میکنیم مسئله حل بوده این همین سلمان جواب داده است برای چی سلمان نوشته که مردم تاجیک روزگی نمیتونن با مت اکسپرتیز از کجا با اکسگومات روزی میشن ها راست میگه هیچ کارو و آدماشون نمیره و بیا ما اکسپرتیز کنیم از سر مرده تر بروریم چاک کنیم هیچ کار روزی نمیشه گوش کنید وقتی که پرونده جنایتی آغاز کرده میشه و در همونجا ضرورت اکسگومات یعنی که جسد از گور برآوردن میشه که یگون کس شما رو نمیپرسه میبخشی اکا ممکنه که جسد شما رو برداریم یگون کس شما رو نمیپرسه این گپ هایتون بروری وقتی که قانون گفته اکسگومات وای تاجیکو میدونن که همین آدم مرد برای بود آدم این گپی ما خاصیت یارو این گپی ما برای تاجیکویان که روزی نیستند با همون سببی ورسی مثلا ملیسا یا که با همون ورسی که خودشون دیدن با چشمشون که همین آدم در کریدور کشولن وای دیگه فکر دارن که ایرا کسی با خودکشی رسونده یا که ایرا کسی کشته ده همجا آورده دور کشیده شه چخش ما معین میکنه که همین آدم دور کشیدن یا که خودش خودش دور کشید وای آدمایی نمیدونم زنت یگون بکورن آدم یا فوجیه شده بکورین نزدیکی تو لیت ممکن تو شبهت داری که نزدیک خودش خودش کشته میگی که ما بکور نیستم خیلی کسی کشته شه کشتن گیره نه همین مجید در کجا در فکر چه بده است که هوای یگون کشته چون مجید ها درام برام آدن فکر داره که خیلی برام ما با فکرم رنگ دینگی نه ما بعد کات کرده استم نه مجید ایکجا همین دکالات آدمی فکر زد که شاید که ایرا کدومی کشته باشه چون ویدیوش نیست چون همین فکر دستر شما یک گوره اومد نه من سیستم که بی اپای خاصیت من سیستم که چی با یگون نوار ویدیوگی نیست این مقصد گپ ما این نیست که یگون کس کشته مقصد گپ ما اینه که شاید همین آوازه بر دروغه اوسه تاوتا ما فتاشوب قطی 100 تا تابوت میسازم یا که ارخیو در پوری تابوت دارم نه من فکر میکنه که با فایده کیه همه اخبار دروغ با فایده کی مردم همه فکرش همونجا برو درباره هوای گپ زدن گیرن زاتو هیچ گپ کی میکرده همین کارا بس همون جونسوس این مجید آدما چی فکر دارن که با فکر شما با میخدن خودکشی ببرن که فکر شما دیگه جو برا مثلا شما چی فکر داشته که مثلا فکر شما مسئله کی اونو برادر عزت امان روزی میگم که یکم جو
ایستاد در مسئله پرابلم توجیکو و توجیکستانیان و این ضرر با فکر من ضرری وای بود، یعنی حکومت ضرر بود و اینجا نه بابا میتونه که حکومت یگان ایده دیگه نداشت که خیلی خودکشی پریدومت کرد. حکومت میخواست خیریه تقسیم میکرد. حالی با ایش بدترش هم شاید میکنن و شاید که ایراستی را میکشن که اند فکروی مردم اونجا در بروا و غم مونت هم بسیار. نه مجید ماجید تو فانتاستیکه بعد گفتی برای دقت جلب کردن خیلی نه فکر دارم که آدم‌ها در حکومت حیوانات آدم‌ها مجید حکومت فکر میکنه که حکومت وقتی که مجید یا جمشید عزت امان میگه حکومت میترسه همین قشنگه ها یا نشه بگه چه میترسه نه گاب در ترسیدن نیست گاب در ترسیدن نیست نه حاضر شما گفته که حکومت فکر دیگه است بود ما کی گفتم این گپ مجید گفته مجید گفته سا آنمو مجید اتیچات کرد فکر دیگه است میبره حکومت که ما درباره مجید عزت فکر نکنیم اخی درباره عزت شما ماکسیموم فکر کنه یک ماه فکر میکنیم ممکن که یک ماه نیم ماه گوش کن خصوصیت بین ما چیزی که ایون است توضیح میگم که نمی رسانه هایی که مثلا ای گروه 24 حق و باطل مثلا دیگراش هر روز وقتی که گپ درباره عزت امان بود یک 3-4 روز اخیر اهمیت بتین گپ درباره اونو یک دیونه که خچه دیونه برو تو هوشیار تو دیونه من نمیدونم یعنی که برنامه ها درباره ایس رفتن گپشون دیگه برای چی؟ برای موضوع عزت امان اونجا مردم بیزار شده گفتن مجید موضوع ما فقط اگر با درباره همین خودکشی بگیم آدما گوش نمیکنن میگن ای دین همیو گاز داده سردن با چی میگن با خودکشی باعثه همین همون معنی شی باز من گام تمام کنم نه که من فکر نمیکنم که درباره عزت امان مردم بیزار شه و مردم اول خیلی میزنن برای عزت امان نه وقتی مجید اگر که خودتون در همین درونی همیجا باشید درباره کرامت شریف که 10 مراتب زیاد خدمت کرده بید عزت امان در فراموشید رفت چقدر درباره عزت فراموش میشه کرامت شریف فراموش شد تو درباره کرامت شریف در آزادی بود و در برابر با مرد دیگه چی گپ زنگ درباره چی نه مرده گفت زنده و در زنده وایم پرابلم داشت بس کده یا قصه انکدوت رو نخور میکنم ده همین یور وقتی مجید رنگی همون دو زنه که هستن که 25 سال در ترمشتگی بودن بعد جوابشون میتن در کامera بود جوابشون میتن و بروی میگن روی و میرون در پیش تیز کمی که در ترما میشنن بو گاب میزنن میگم وقتی کرامت شریف دیگه سیتواسیا بود مالی کرامت شریف میگیم داوس میمونیم میگیم یا کرامت شریف عزت امانه در همینجا در نقطه همین سوال هایی که ما باید حتما جواب بدیم یک سوال هست وابستگی به عزت امان داره انا کی بگیم شه انا راست همین کارا شما میخواهید که گوش کنید سوال همین خیلی اگر ضرری جبردیدگان وقتی تفتیشات برقرار شود پس پرونده رو قطع میکنن هم کسی همین سوال دادگه و با فکر میکنیم که همین پرونده عزت امان دادگه چون که خبر هست که مبلغ جمع کرده استیان و باید مبلغ سپورن عزت امان با قلبی متهم شدگه باید که باید جواب چم مبلغ گردانده جواب بود میتن آیا همین خیلی است جواب ماده 28 کدکس مرافعه جنایتی جمهوری تاجیکستان سبب و اساسهای قطع کردن پرونده جنایتی یا که جوابداری جنایتی عموما همین آدم آزاد کردن نوشته شده یعنی که محض فقط در همین اساس ماده 28 ممکنه که یا نسبت آدم پرونده عموما آغاز نکنن وقتی که متریال پرونده هست که آغاز کنیم یا که نکنیم حدوث را میسنجن یا آغاز نکنن یا اینکه علاقه پرونده که علاقه آغاز کردن در اساس همین ماده ها قطع کنن این کدام کردارها هست که اساس میشون برای آغاز آزاد کردن اشخاص
از جوابداری جنایتی، یعنی پشیمانی از کردار. وقتی آدم صدقاً پشیمانی کردارش آشتی شدن با جبر دیده و برقرار کردن توان ضرری رسانیده شده، تغییر یافتن وضعیت، گذشتن مهلت جوابداری جنایتی کشیدن. ما در سوال که دادن درباره برقرار کردن ضرر، یعنی که اگر ضرر در وقت تفتیشاتی پیشگیری اون که سود برقرار بکنه آیا آدم جواب میکنه از جوابداری جنایتی یا کی نه. برای همین ماده 38 کدکس مرافعه میگه که سود پروکورور این چنین مفتش تحقیق برنده حقوق دارن که در اساس عریضه جبر دیده یا نماینده قانونی او نسبت به شخص جنایتی نه چندان وزنی یا درجه میانه صادر کرده و شرطی که با جبر دیده آشتی شده توان ضرری به او رسانیده شده برقرار کرده شده آغاز پرونده جنایتی رد کرده شود. پرونده جنایتی با آزاد کردن شخص از جوابداری جنایتی قطع می شود. ببینید در قضیه اگر گیریم عزت امان این عمل اجرا نشونده است، برای که عزت امان با ماده 247 ماده قسم 4 یعنی که جنایتی سبک نیست، جنایت درجه میانه هم نیست که با این کار او آزاد کرده شود. برای همین اگر شما با جبر دیده آشتی شده و مبلغ ضرری را به او رسانیده شده را توان کردید، نه فقط ضرر، مثلا اگر اموالش ویران کرده باشید میتونید اموالش برقرار کنید که مبلغی باید و همون آدم که عریضه نویس شما را ممکن است که نسبت اون پرونده جنایتی قطع کرده شود، جوابداری جنایتی آزاد کرده شود. و من فکر میکنم که در پرونده عزت امان این حادثه رخ نمیده چون که نسبت وی عریضه ها بسیارتر است. و چیزی گفتنی باشه مرحمت مجید؟ و خب با همه معلومه که مثلا از روسیه رفتن پول دادن یا ندادن ولی همون ایراسیه رفته آوردنش خودش معلومه که این برای او آدمایی که مثلا شکایت کردن که پول ما را گیری برای اون نیست که مثلا خیلی آدم هزارها تا چی به دیگران را نمیارن. تو حکومت خود دا باوری نداری؟ چرا میگوی مجید؟ چی؟ نه چرا میگوی؟ مجید تو در حکومت خودت باوری نداری؟ من شخصا مجید ما همین اولی برنامه دم گفتم برای چی ما همین MVD و KGB و پروکوراتور اصلا میتابم برای که من باوری ندارم در همین شفافیتی حلال کاری همین مقامات قدرتی ملیسا و پروکوراتور و سودی ما باوری ندارم. ما افیسال نمیگم همین رو همش بعد ببینم شخصا نه هر یک آدم الهی دیگه بعد شخصی داره وقتی میلیسا را کی نقض میبینه جلسه گوش کن مجید اینو در الهیدگی همش آدمای نقضن خدا بزن هم که مسلمان هم آدمای خوش چقچقن در الهیدگی نه که اگر اینو رو جمع کنید تا یک کریشه مثل بینوی سود اینو آدم نمیشون اینو فالو نمیشن یا که جمع شد در بینوی پروکوراتور گنرالی ببین چی میشه یا داملیساشون همش جمع کن در الهیدگی ما شون خونه‌هاشون رو تقسیم کن بسیار آدمای خوبن جمع کشیدن یک جدا اینو یک آدمای هستن که نه قانون را رعایت میکنن نه تفتیشاتی حلال بگذرونن منفعت دار نیستن آخه برای وظیفه خودشون اجرا کردن. ولی تو گفتی که جمشید پیش گفت گفتی که در حکومت خودت باوری نداری که بعد تو سوال دادم تو چی خیلی گپ میزنی که عزت امان به یگان اساس آورده باشم بعد هم خیلی گفتنی که این کاری چون یکی بین در بابی باوری گفتی ما مثلا حکومت خودمان و حکومت‌های همسایه‌هامون یعنی ازبکستان و قرقیزستان اومده تا اروپا یگان تجربه باور ندارم فقط که طرف اروپا بودگیاش کمتر وای دارن چی میگن کمتر ننگ و ناموس دارن که همون تقسیم برابر میکنن. چی کار کنه چی خیلی باید باشه جمعیت که طرف ملیسا حرمت کنه سلام بگم مجید نقضی سوزی یک چیز غلطه مثال مجید مرحمت گیر مجید ای خیلی نرا مجید ای خیلی مجید تو چما پاورانی که گیرو نکردی نقض نکردی دفعه دیگه نکن بگه
فهمیدی هستا همسال ملیسو هستن ملیسوی بعد است اینا میروز ویدیو ما پارت کنه کانال انا برای چی بعدا بسیارانو نغزو کم برای چی نغزو نمایان نیستن برای چی شما بلاگری تاجیکستان نغزو را نمیبرونی نشون میدی آخه در تقدیر ما هم بعدش میروز رفته هستیم نه هیچ گریف ما هم کدگونه بسیارم به هیچ گریف ما هم کدگون همه چیزا سوزه دکومنت همه چی با خیلی فیلم دورنده راست همین دکومنت هم میگیره سنی ماشین خودش میره تو رنگ سبچکا باید کپوش رویده خیلی ختم میون قطع کرده اوجت وای اوجت پریدومت کرده یا تراریمنت با هنات هم میبره او خواهر یوریستی مشهور بکی صورتش گیر نرا پیشش همین یک دو نه ما ضروریم نبودم نه ما ضروریم نبودم ما ضروریم باشم میدونم میسو انا ضروریم وقتی که فای بودم ضروریم تاکسی بود تاکسی اولوشه تاکسی همون کاغذات داد با دوید آمد تاکسی ملیسا گیره برا خونش کو تاکسیست نیره خونش هم باید سرکت قطعی نه اگر تو هوای قطعی همون ملیسا قطعی خشرو گاب زنی که میدونه درجه سوادنیکی تا خیلی نمیکنه وقتی که تو در تریزات پایان کنی سلام علیکم خیلی نگاه کنی سوال چشمش دکو من میفهمم که همین میدونه حقوق خودشه وقتی که تو اصلا ترسیده وجود در تمکشه ها بیست میگه این نمیدونه من همین راضی نیستم نباید خیلی باشم من عموما ممکنه این مرز غلطی دگی باشم حوزی یکون حقوق من نمیدونم حقوقشان چیه من نمیدونم وای باید ما در بهونه که همین میدونه یا که نمیدونه وای باید یک خیلی کار کنه همه داد به نظر یک خیلی نگاه کنه من سویتافور استرو خیلی گذاشتم همه در قانون نویستگی که همه در نزد قانون برابرن همه را باید کار کنن همین نوی چوکش همه خیلی هم همین نو اومدگی هم که تنتاکوی نو اگه گایشنیکوی پیشی سیکا گایشنیکوی پیشی همین سنتر دان که رو پروی چایخونه راحت و یا خیلی وای نیستن همین تنتاکوی نوی که همین کورون میغلطن که جابور شد هست همجا مایور بود از نمیدونم پاکونی چی سلامش رسون انا مو آدمای بختوادی میدونستگن این نو اومدگی هم خیلی وای سوی خدای منصب کرده значит ما آدمای کینگ جو اومدگی گپ که دوایو نیست من در همین رفتی صحبت راز گپ درباره ملیسا ها رفت درباره گایی ها رفت یک کاری میکنن مردمی بسیارتر ثبت میکنن شما ویدیو قطعی من همین روز ما دیدیم یک ویدیو ما در اینترنت دیدم یک بچه جسور از درون واینکامات صورت گرفته ویدیو کردیسه ملیسا دست دراز میکنه واینکامات کورماندی واینکامات دست دراز میکنه که تلفن شو بگی یا بره عادل میبره اینا بخیلی گپو میزنن آیا از جهت همین قانونی ثبت کردن ملیسا و کورماند یعنی یکون دولتی و هنگامی کار اجازه داده شده یا که نه اجازه داده شده من چند بار نگاه کن ها وقتی که مثلا خودم شخصا مثلا در پیش مروه من کدک من یک گام پرابلم نداشتم ده همه تانی رفته همه چی پاک نده که با سنتر میگذار من اگر تانی رفتم گذاشته باشه من چورنی خدا قط میرم ده اونا نیست با تریبرام که کاروچی بعد من کرد من گیرو کردم کامرا ما چی پرابلم گفتم دکومنتو ما کو پاسپورت میتیم چا ایتاره میتیم چا любой چی گفته است که همه شد و دست گاز ماز پاس любой چی فهمیدی نه все таки да تو دیم پلاسا خولی بود نوی چی خیوف با اوناش ما کامرا کردم کامرا نکو میگم ممکن نیست من میگم چه ممکن نیست تو در وظیفه در جای جمعیتی ما حق دارم ترکارو میرکنم نه من ملیسای میگم من تو ملیسا اگر من کابینت برام بپرسیش میسو هم تاتش میکنم مالی نکتر ما در وقت پرسیم که کلیسام نه میگم میسو تلفن تا میکشم میگیره قطعه دیگه نمیشه ور از بود کدا آره که گوش کنید برای همه آدمایی که همین خیلی سوال میکنن و سوال ما در اومدگی آیا کورماند ملیسا رو ثبت ویدیویی کردن ممکن است یا نه البته که سوال با فکرم همه حالتایی که خصوصیت یورو و شما گفتی همون را داخل داره هنگامی کارش هنگامی مغازین نه در توالت چیشتنش نه در پلاش خو کردنش نه هنگامی اجرا کردن وظیفه خدماتیش همین را در نظر دارند هنگامی مثال ابلا و گویا کردن یا کس کشوا کردن میبرن
ҳангоме ки як бозор да медрояву ба шата мезана севфурӯша ё ки семичка фурӯшу кампирака ки борта бигӣ мега шатақати да бозор вая сабт кардан ҳангоме ки корманди бедеаш моро манъ мекунаву баъд документотона мегираву мерава биниша кофта ҳамира дар назар дорам. ҳамин хел киши шумо бетарс бе ягон чиз гирифта ҳамаша худшро забт кардан гирифт оҳиста оҳиста бе саросемагӣ нотарсида ва агар бигӯя ки мумкин нестай шумо бигӯ ки он чизе ки не бигӯша он чизе мумкин нестай ки дар қонун манъ шидагиад қонун ки гуфта боша мумкин нест ҳо мумкин нест ту мада биёр дар қонун дар бораи милитсия навистагиад ки корманди милитсияро сабт кардан мумкин нестай ё ки ягон қонуни дигар қонун такяи шумо бояд дар чӣ бикунед асос дар ҳама ҳолат ва ин қонуни чӣ мегӯянд шояд универсалия ҳама корда мешавад ҳама корда ва пагаҳ ки баҳсам пайдо карде баҳси адвокативу судӣ адвокатам ҳамида бояд такя кунад қонун дар бораи ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоот моддаи 5 қисми 2 банди г чӣ мегӯяд дастрасӣ ба иттилоот наметавонад маҳдуд карда шавад агар он барои қонӣ гардонидани ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шахсон зарур бошад шумо барои чӣ запса сар мекунед барое ки шумо шубҳа доред ки ҳамин одам қонунан вазифаша иҷро мекунад ва пагаҳ барои исбот кардани вай ки ҳуқуқҳои шумо аз тарафи ҳамин милиса иҷои ки ҳуқуқҳои ҳамун сев фурӯш ҳуқуқҳои семичка фурӯш ҳуқуқҳои ҳамун бачае ки намедонам 14 сола буд ки тану туш калон буд гирифта бурдан мошинда бор кардан аблават мебарем вайрон мешавад шумо дидестед шумо барои оянда мубориза бурдани ҳамин исбот кардани хатогии ҳамин корманд сабт кардед такя ба ҳамин модда мекунед моддаи 5 қисми 2 пункти г қонун дар бораи нависе охда якҷо қонун дар бораи ҳуқуқи иттилоот ҳар як шахс ҳуқуқ дорад ки тамоми маълумотҳое ки ба ӯ алоқамандӣ дорад сабт кунад ба дилхоҳ чиз ягон қонун манъ кардагӣ нест ки корманди милисия хеле ҳамин корманди милисия гуфт ки мумкин нест запс кардан ту мегӯяш ки дар кадом асос мумкин нест запс кардан як мушкил хута муаррифӣ агар ҳамихелӣ гуфтӣ гап сара маҳмадонӣ намхелӣ мегата шид гуфт ту мара гу маҳмадоно гуфтӣ яъне ки ту гу таҳқиқ худи президенти ҷумҳурии тоҷикистона кардӣ президент мегӯяд ки дониши ҳуқуқитонро баланд кунед президент барои ҳамин қонунҳоро бугӯ дар газета чоп мекунад ки амро мардум бихонанд президент бугӯ барномаи ҳуқуқи мана дастгирӣ мекунад барои паҳн шиданаш дар ютуб мо ҳамира ҳуқуқҳомро гӯш кардесем ту мехезӣ мегӯӣ ки маҳмадоно яъне ки ман укази президента иҷро кардам ман ахмақ одам будам отвечат мекунӣ бугӯ ҳамира ҳамин любой дигаптон даку ба корманди милисия у пулиса ака естественно уровни поёнтараш да ҳамин номи ҷаноба бигиред рустами эмомалиро бигиред иншоаллоҳ ғолиб мешӣ салмон рост мегӯяд милисияҳо бояд камера зананд дар пешонкӣ пагаҳ ту исбот карда тоне ки чӣ кор кард милисия не ки савол дар миён меяд ту охир дастрасӣ надорӣ ба ҳамун видеои ҳамуно салмон ту наметавонӣ бипурсиша ки нишон диҳад ки ман ҳамун камерати чӣ запс карда адвокати ту наметавонад бинависа ҳамун отдели милисия ки камераи ҳамун патрули машинаи фалон 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 барои исботи бегуноҳии зери ҳимояи ман санҷида шавад камера нест мегам мумкин нест иҷозат нестай ин сири давлатияй ҳатто бинед чӣ хел милисияҳо ба шумо ҳуҷҷатҳошонро пешниҳод мекунанд ман удастиро анамихе мегирам тамом нахонда метавонед чӣ буд чӣ буд мумкин ва дар канал боша хай формаи милисиягӣ пӯшидаги бошад эти печаташам намебинед ҳамихе мекунанд гӯё чашмои одам сканера вай милисияро фаҳмоне ки ту мутобиқи қонун дар бораи милитсия вазифа дорӣ ки хушрӯ кушоӣ ҳамихе кушоӣ ман бояд хонам мумкин нест мегам мумкин нест ҳаме дута айсе омадан гуфтунгу барои пурсиши занак ҷанҷоқ документа нишонта мегӯ ҳаттанчаку як
دستورین نیست اینا نام و فامیلیتون ممکن نیست نام و فامیلیتون فامیلیت ویدیو همه کال میکنی سردارتون که شماره فالونی ها سردار اوف در این ویده سردارشون هم نمیگم که سردارشون هم میگم بوله سردارش مینسی سنه فلان روز همین دو آدم اومد ثبتشون میکنی با ضبط پیش نمیگی همین پیش اومد که یکنی متر بود پیش من نیو که فاصله حیاتی من جسمی ما پرسترانس بود تو پیش اومدی من خطر خودم ده حس میکنم و حقوق دارم که رو بزنم یا که تلات میتونم نمیدونم با یگون جدا میگاتی باردیده یگون چی میشی حق نداری بیایی فقط اگر ما یگون جنایت صادر کنیم بعد تو میتونی مرا صادر کنی آگاه هوش میکنی برای همین مردم حقوق را دونستان در کره حمایت کردن در کره خیلی تمام که شطرام بزنن یکی یاد میگیرن پایران بعد انا دوستان میگذاریم با سوالی نوبتی ولی پیش اگه جمشید جان به یک سوالی که در همینجا نگفته موندگی بگیم بعد دوام بشیم در مسئله همون دعواگرای عزت همون یک تایش که دعوا کرد که مثلا پولی ما را گرفت همون نفره که سرش موه نداشت بعد اپاش گفت که ای اکمای گفت دادر مای گفت دروغ میگه یعنی ای کمک شما در رسیده بود همه 100% بود ای دروغ گفته است یعنی ببین همون نفری که بگیم که تهمت کرد تهمت کرد رسانه‌ای کرد و بگیم که قریب نیم جهان باید دید بعد همون آدم جوابگر نمیشه و برای کارش بسیار سوال مهم مجید گپ زدی گفتی من همین دفعه گذشته گفتم با دیگه صحبت با دیگه برنامه ها هم گفتم بعد کلیش خیلی دقت نکرد بچه‌ش هم گوش نکرده بچه همین عزت هم ما گفتم میشه وقتی که آدمی را که حالا سود نشیدن در تمام رسانه ها آدمای نام فامیلای انیق دارن یاتش کارمندی وینی بوده یاتش رئیس جماعت بوده یاتش کمیته زنان بوده همشون با نام خودشون برآمده گفتن عزت همون خویلی میلاد یاتش میگه عزت همون جانسوز یاتش دیگهش میگه عزت همون خلاق یاتش میگه که وای جنگی 92 90 چند عزت همون سرکردگی بود همین کارا میخواد عزت همون مثال خود برده کدام آدمایی که در سخر و محکمه با مقصد همون که جنگی 91 92 شود من اگه کاردار نیستم برای چی کردن چی گفتم اساس همینه که ببینید حوزی آدم سود نوشیده نسبت چند قدر تهمت گپو هسته و بروشا پاس کردیستن شان و شرفش پاس کردیستن همین تاثیر میرسونه با حکم عزت همون پگو بچه‌اش اویلاش باید همینا را کو سود دادن با جریمه شون بکنن همون جریمه را جمع میکنن ان شاء الله همون جریمه اوضاع کردن عزت همون درست یا جمع میشه تو کی خودت رئیس جماعت اقلی آدم عموما کار پیش کردن در کره خیسته در ویدیوهای انویدی اشتراک میکنی خیلی مالش اشتراک کن شوهر بوده اکاد بوده کارمندی انویدی تر خواهش کرده اینو که متهمی تو در پیش انویدی کدوم دوزی قبیلیانت میخواد نسبت عزت همون گاب میزنی نیکی تو در کدوم اساس عزت همون خلاب میگی بودی قطعی عزت همون تو خلابی رو میدونی چی ای جهتی حقوقی حکم سودی برآمده که عزت ما را خلاب گفته باشن که حاضر میخواد عزت ما خلاب میگه سستی از طرف خود همین خشت بول عزت ما رفت است برای که خطر همونو میتونه واخه ایجا گفتم که با فایدهش باشه ممکن همین که خفه هم اویلار مثلا ما بینای 180 بار من نمیدونم اکو من جمشیدی خر جمشیدی کور جمشیدی اشکالی بگم من نمیدونم با چی فایده من حقارت کنم متهم میکنن نمیدونم فایده ما چیه اینا مثال عادی اینا مجیدم میدونم در و دیلای بزرگ دیلای شهرت قدرت انا اولای شهرت قدرت خب هر درم یک چی قطع سر شده بودم این دیلوشون انا شهرت قدرت خودش خب بود یگون واکنش نشون نداد خیلی 1 سال 2 سال شیش برام دینا در آسیا گشت اگر اولاش رنگی مود دو میکرد در رادیو در تلویزیون تو منبرای تیم کجا میرفت ممکنه که شهرت 20 سال میشید اوکی فکری شما قدی کو نقضش کد عموما درباره هم قانونا رو گیره پرتوی خب کنی رنستراوس
آزاد شوه شما خو آزادی میخواه بهتر ایون نیست که آزاد شوه رنگ شهرت رنگ فخردین در دل فخردین هم خفودمی بود ما همیشه طرفدار اولی که همه قانون ها یک خیله اجرا شوند همه قانون ها یک خیله اجرا شوند برای همه یک خیل باشه این خیل نه که برای که ما هرچی تستر ایتور ما برام بیای ما را یک جرم دیگه بکنیم و در کنیم یک چوب بزنیم مالش ما میشینم نه که کم بشینم این خیل نه که من میگنم ما عموما باید همینجا نشینم نه که مالش ما را گفته میشینه ویبر داده ما در 12 سال یا که 24 سال خب 12 سالت بیتیم نگو مبتر برای چی شنو دستیم لیکن اگر گپ زدی 24 سال خیلی خدا رو شکر میگی این معنا داره که این معنی ابلهیه این معنی ابلهیه ایدئولوژی فرسوده فچ نمیشیدنی یعنی نه فچ برای شما که شما خش تواری اون نیستین اما محبوس خش توارش نیستین شما رو بزر از لیچ نه فهمیده برای که شما دادوری البته من بگم طلب قانون کردید گوش کنید شما عهده‌داری نداره که او اوقات برین شما فکر نمیکنین که زنی اون چقدر زندگی میکنه شما فکر نمیکنین که کودکای اون تازه در چی فکرن برای که اولی ما خودمون میتونیم که مثال چقدر اکایمو محکم شد دو ماه اول چقدر وزبینه هر دفعه تو خیال میکنی که حوز جوابش میتین انا بیو پلیرا میتیم جوابش میتین اورا ایرا با ایس دیگه میگوی بیو همه بفهمن یکی جوابش میتین انا آدمای خش تواری وای دقیقه اوی آدمایی که مازی گم میزنه که شما هیچ فقط گفتن تمام دیگه یگان چی خش توارش دقیقه درست پگاه باید کسی دیگه میره و پگاه دیگه باید کسی دیگه میره همیشه 12 سال پس 12 سالش میتین که خب شیشته 12 سالی که این خب شیشتگی که 1200 آدم میره و پشتی همین خپی و پشتی تکرار کردن عمل همی خسته جنگ کردن در کره جنگ با همون معنایی که دست به گریبان شدن در کره مقامات برای حمایت کردن حقوق خود اثبات بکنه اثبات نمیتونه کرده پیکت بکنه پیکت نمیشه کرده میسوزونم خدمت شما برام میرم دست میبرم انا که اثبات یگان بار کرده نتونسته در تاریخی همی سودی نتونستیم اخی معنی باید نداره که دیگران نکنن ما ده همون رو گفتیم و نتونستیم شما بتونه نه اخی نه بفایده شید بفایده پیکتو یگان مینوس کد یگان سالی یگان کدامی خش توارمون مینوس شید سالش که من بگویم اقلا 3 روز شه بگن مینوس کنیم که شما سفارت در پیکت کده ما بگیم خیلی بکنیم 3 روزی 10 بار کنیم 30 روزی مثلا زندانی اکای ما دیگه شورت قدرت برای چی امنیستی ده نغالدی من نمیدونم زندگی در ترما روز شد زدم برای که گفت خودت گپ نمیزد هر چنده که رحمت الله ظاهری گفته بود شورت قدرت باید آزاد شود گفته بود نه که هیچ که چیز نکرد نه که بزرگ مهر یورف امنیستی ده غلطید کو او چی میگی مبارزه بودن در قرآن گوش کن نه مجید گفت درو گفته امنیستی که حکومت جمهوری تاجیکستان کرد فهمیده او کارایی که ما قدر قدم این قدر ما همه کار حکومت جمهوری تاجیکستان میکنه چون که قانونی بزرگ مهر یوروفی زد امان و زید سیدف دیگرو در دستی همه حکومتان اوضاع کردن شما اینجا وقت فکر میکنی که زید سعید و میسو میرن در امیکشان برو راو بگن نه حکومت باید برو را انا میام گفتم برای همین فوتور کردن در کور خیلی مالی من نمیگم اما شما این آدما نمیدونن که ما 10 جادم مثال میتینگ رفتگیم این آدمایی که از گفته نه خاصیت نگو ما میتینگ رفتی مونده شدی دنگیر و دیگر رو برای با همین کار تکرار کنم نه مرا دیل میسوزه که بفایده مثال زنی همون برای این داره بزنم اون داره بزنم این آدمایی که از دایفیتیان نمیدونن که ما همه سفارت ها رفتگیم همه سفیرها قطیف استریچه کردگیم اوبسه قطیف استریچه کردگیم در شهریبان در نزد همون زنی اون میتینگ رفتگیم چند جای دیگه پلاکت ها قطیف آزادی برادری ما بزرمه اینا خواه میکنن اینا ما هم تا ایده هنم گفتستم همه قرفتگیم ما یکون فایده شدگی نیستیم که من تجربه خودم گفتستم که یکون فایده نکرد همه کار میگی آزادی
یک بار جواب میتین نه من فکر کردم که باید تو الان خیلی فکر کردی نه رنگ زنی شهرت قدرت پر رنگ زنی فخریدین دیگه ادوکاتایی که خب میکردیم شاید که هم دیلر اسمانوی نمیشید مثلا 2 سال 3 سال پس میبرومد نه که حاضر 6 سال شد محکمه و با 22 سال دیگه باید بشینه برای منکه خطاگی ما که ما همین کارا وای کردیم ما کردیم حاضر الکساندر کنی همراه کنیم چی میگفته باشم دوستان الکساندر ما را حقارت میکنه الکساندر حقارت کرد و دلیت میشه سلام علیکم و علیکم السلام ماه شریف رمضان مبارک باشد رحمت شما خدا و شکر ما گفتنیم اگر وقتی که справедливость نباشه میبرن گاو با سود میکنند پول داشته باشه برای چه آدمی پولدار سراغ کلان نمیگیره یک کمبغل بیچاره برای یک مرغ 10 سال میگیره برای الکساندر اچوب بنویسنده کورکو همین محمود چور پرونده که شدیم 2 تا دزدی فوش کردیم جوراهای اپراتیوی جستجویی گذراندیم خود کردن در کورکو زین اپامو میگه که خب کنیم ما اینو 2 بار دمی روسیه سود شدگیم نکی که همش با گناهایی که خودم که بود اما اخراج شده بودم که ما همون استاتیا 16 خولیگانکا ما کردگی ما برآمدم ایزونا برآمدم به حرمت خدا میگم 12 ساعت گشتگیم همون آدم دیدم بازدم شد رفتم برام مکان زدم برای که اول عادی خودش بود ما شیشتم برآمدم بازدم شد رسیدویست نه وقتی که گناهکار باشه هم آدم خودش میگه او یک چیزی که گناه کردگی نیست در گردن وای میزنن کم کجا که یک چیزایی چی رو میره که وای زدن وای دایی چی میکنن که مردی لیلینه با کلا میگیری باور که دایمی توجیستان زدنی میکنن که باید که این کار نباید باشه الکساندر خاصیت یورو طرفدار هوای است که اگر شما رو بازداشت کردن پرونده آغاز نکنن خب کنی شکر کنی نه من خیلی نگفتم من خیلی من اون آدم نگفتم آدمی که محکمه من گفتم که حاضر شما در آسانه گفتم شما خودتانه در جای خش توارای ویامونه مثال شما عزیز 1 ماه 2 ماه میگه که بعد 2 ماه 3 ماه ایادی همه درش اگر ویامی لوبای آدم چی قدردان هم باشه ایادی همه میره از دو همون پرابلم من گرانتی دولتی و گرانتی международный گرفتگیم که مثال همین قضیه رو 1 عمر گرفته روم من قضیه برادری خودم بزرگ میلیون و همون من با او دارم اساسا تمام دیگر رو نه با قضیه کیرا محمد علی حیاتی چون که ادوکاتش بودم خودم مسئول حس میکنم در همون حادثه همین 2 آدم من میشناسم این همینو در گردن من لیکن من نگفتم ما وظیفه دارم نیستم که عزت ما گپ زنم اگر ببینیم ما درباره عزت ما میخوایم بسیار هم گپ نزدم بسیاری بعد هستن حمایتگرش مرکز داره دیگر چیزاش هست من هم یک 2 فکری که داشتم گپ میزنم میگی که 1 ماه گپ میزنه میگی تمام خط میکنی بعد ولی من 1 ماه گپ میزنم بعد خط میکنم ما دیگه الکساندر مثال همونجا رفت 6 کو الکساندر مثلا محکم شد که دعوای کو فقط خانواده‌اش الکساندر دم هیچی نیست این آواز یارو بزرگمر دسترمای یگان پرابلم مثال نداره خورده نمازم میگم میخونم میشینم به مرتدم دارو باشم میخورم نه که پرابلم دست 5 بوده که وای که در بیرون موندن مثال با اومد جامعه شهروندی که وای موتورم میبره دعوای مثال 5 بوده که وای موندگی دعوی اسبی هم و مثال 5 بوده که میدن مثال قربانی اینمی کاری همیشیده همی سپراویدلیوه که وای مردنگ مثال رفت 6 هم کودکی عذاب کشه و اینم کلی تمغه باید چی در خود بزرگ بهلیار با وقتی که گفتن که دست کش حمایه اعضای حزب نهضت اسلام دست نکشید باید چی در وقتی که آزادش میکردن همون روزی که بازداشتش کرده بودن زنگ زده بود ماشینه بیاره گفت کجا میرویم با فکرم ما رفتیم ماشینه آوردیم 2 ساعت دیگه ایستادیم با چیگه پیشید گرفتن بردن محکمش کردن چی ده یک روی کرد چیزی کرده من
فقط یک چی میگم که وقتی که شما یگان کس حمایه میکنه یا که ایبورش گام میزنه کمتر ایبوره خش تاورش هم فکر کنه مثال که خش تاور آخه باید انا گپ در همونه که خش تاور باید دانن با کدام سبب همون دخترشون قطعی نویرهاشون در درخت اویزون یافتن همینا رو کشتن یا که اینا خودشون کشتن گپ با همین سرشدگی بود طلب کنن ما گفتم تو گفتی که نه طلب نکنن زنکشون رو بگیرن خب کنن بشینن ده من نگفتم طلب نکنن من گفتم که و یا طلب نمیکنن هیچ که مردش ایدری گور نمیبره تاجیک که تایسر چاک کنیشه با پرسیدور های دختری تا بگذرونده و اکسپرتیزه یعنی که تو ممکن تو روزی میشی به همونه که در همون کشلاق شما کشنده همین دخترت قطعی نویرات گشتیسته اگر هم خیلی شبه باشه تو روزی میشی که دین اسلام نمیمونه من نمیکنشم ما سه نبرم اگر چه ما سه نبرم چوک کنه و دیل جگرشم ما خیلده مثال روزی نمیشم من نمیدونم ممکن مجید یا الکساندر نمیگه که بیاد تو سلیمو بست نگه که مشکل چوک میکنه تو هیچ کنه میگه بیاد تو مشکل ممکنه همین من باوری دارم که همو اهل و اولاد همو زنی که با فرزنداش چه دور کشید اهل و اولاد و نزدیکاش اگر این کار شیده باشه به شرط میدونن سبب شه ولی چرا پرسیش نیست ای تلویزیون تاجیکستان یا ای مثلا نه بلاگر نه کسی خیلی میگم نمیره و نمیپرسه همین یک صورت جنازه را موندنه همین آوازه و دروازه دیگه تمام نه نزدیکش نشون داده که الکساندر مجید الکساندر چیزی بگه که سبب وای معلومه از روی چی از روی زندگی یکم با مردور که ای بی خودمونه برای که ما زنکای خودمونه پس تا این تای شتاقتی ایسو با خواهرام باشه اگر قطعش جنگ اوچامون باشه قطعش جنگ تو تی جرده کلینو را میاریم که کلینو از جان سر میشن در یک خونه 4 عائله زندگی داره 4 تا زن همین 1 تا زن کپات دوت میگیرونه دوله با 4 تا زن زندگی داره شما چی میفهمین انا می حالت در میبینی که یک از خودش دور کشیده یک از کلینو یک بار روزیش دادن در کار است که خودش به خودکشی رسونده تمام همراه حالت زندگی دیدن در کار چی مناسبت داشت شما چه مناسبت داشت دیگه کلینو دوله 4 تا زن که تیمبولی که وای دختر از دوشنبه بودگیه همین کوچکتر فراموش نکنید که محلگری هسته ایش جای زیستش پنجکند ایره فراموش نکنید یا هم ایروی زندگی میشه اینا کنی دختر روس یک مش زن کپات دود میگیرونه سرازه کپات دود میگیرونه خوشم میدونم دیگه زنکو روس رو نمیزنن توجیک زنی روس دور چه زنشون میزنن دوجه میره زنی توجیکش میزنن برای که باید طلب میکنه میگه پس 4 تا فرزند داری چقدر خرونم زندگی نیست تو میری روسیه سولاش قطعی گم میشی در خون جگرهای مرا میخرن خواهرای اپای تو اوچت رسول لطیف و مرحمت بیاین دروین اگر شما گپ زدین باشین یا که سوال داشته باشین مرحمت رسول لطیف سوالتون نویسین اینجا با سبشینی رو خونده سین اینجا خود با خود گپ میزنیم برای که ما هر یک تای شما را کو جزء خودمون حساب میکنیم ملت خودمون هموطن خودمون با زبان ما گپ میزنه همتون اگر همه توجیکو یک بدن باشن کو هممون یک تای حجره ایم برای همین هر یک تای شما برای ما خدیه هم مجید هم یور و هم الکساندر یور ورا کم شما همتون بعد میبینه برای که ادری دوشنبه گپ میزنه شما اگر بگم عثمان صفای همین روز جمع شد یار شما سر اونو میگه که نه تو درو گفتی وجود هر روز بارونه برای من فکر میکنم ما میگیم که اثبات کن که افتاد صفای نه ما میگیم نمیره شما کو تو مرا فقط میگه که شما گفته نمیدونم اپوزیسیون میگی ایس نمیگی ما هم تو را اگه دیگه شما میگم ملیسا ها برادر شما در باره اثبات بکنید برادر میبخشم همین اپا دما یک سوال دارم اپا جون سوال مرا گوش کنید внимательно برای چی همین خلق توجیک زندگی همین وزمین خودش کو
در اینترنت میمونه نمیره پیش مثال کارکنای ارگان دیگر اولی طلب نمیکنه که زندگی ما وضبینه همیشه من عذاب میکشه همیشه همسایم مرا عذاب میکنه این مرا عذاب میکنه نمیره نه اینترنت میمونه برای چی؟ برای که ابله فکر میکنن که اینترنت اینو دا یاردم میکنه چه خیلی کلاس من گفتم صحبتای شما یگان فایده نمیرسونه زیاد مونده اینو رو قرض میکنه نگاه کنه اینا خو میکنن اینترنت من زندگی ما که شوهر میرود مرا یک تزد دل مجید میسوده میبیا زندگی ما خوبتر میشه یا جمشید یارو مجید میگیره پرس موتور جمشید یارو ویروس در برای من گام میزنه پگا من فراموش میشم اینا میکنه یگان کار نمیشه نه که اگر من برم 10 بار در شکده سینو گم شوی ما ایشا ما روز میزنه ممکن که او چسبای را خونه رایی کنن یا بو فهمیده نه که با این گپی من اینا روزی نمیشوم اینا که گوش کنین گپی مرا اگر یادتون دا باشه ممکن یا 3 ماه یا خطا نکنم یا 4 ماه پیش در رایون حصار یک دختر 14 ساله را مردی 32 ساله یا چند ساله تجاوز کرده بود دختر حامله دار شد تولد شد وای مرده که گرفتن جواب دادن گفتن عیب گودک عیب همون دختر خودش بوده تو چه مردی 32 ساله تو 14 ساله رو تجاوز میکنی میگی که عیب همون دختر خودش بوده وای جواب دادن وقتی که اینترنت بر اومد خلق کیپش برداشت گفتن هم مرده که ایسای نو محکم کردن برای چی برای که وای دختر کم بغل بود وای مرد بای بود میفهمین انا باید دیگه گاو میزنم باید دیگه استوری دیگه شو با گاو میزنم در اینترنت برآمدگی ما چیکار در دوشنبه خونی زنک درآمدگی درختای هوا بریده است وای زنک میگه تریتوری ما میگه درختای وای مردان میگه راو لوبای که سمیاری بیار میگه ما خواهوش دهانم نمیگه که گاو زنن برادرها همشون فهمیدن چی گفته بود دیدم دیم ویدیو رو دیدم برای چه می دولت پیش و چند بار میگه من عریضه نوشتم چند بار رفتم کاری هم زن بود نشید برای چی کاری هم بود نکن همین پرابلم رشد نکن اینترنت رو نمیبرمد همین کار رشد میکردن اینترنت رو نمیبرمد همون دختر هم کو اگر همون مرده که سراغ محکم میکردن اینترنت رو نمیبرمد رسانوی کردن در کار من طرفدار همینم که رسانوی کردن در کار حتما برای که اینو کار کردن نمیتونن چخیلی که ماده یارو میگه شما یارو کار کردن نمیتونه مثال عادی بینید درباره ابلاغ نه دایتون بسید در صحیفه اخبار و افکاری رجب میرزا همین روز با فکرم نسخه همون صورت مکتوبی از دستگاه پرزیدنت مکتوب اومده است همون را پهن کرد که اینا مردم ما چند قد پیش مکتوب نویسیم درباره نولازمی و نادرستی ابلاغ با عنوان پرزیدنت در همونجا نویسن که ما با پروکراتور مکتوب نمی نویسیم و دیگه مقامات پروکراتور مکتوب نمی نویسیم چون که ضرور نمیشماریم اون کارا نمیبینن جوابی اپارات پرزیدنت چه جواب اپارات پرزیدنت قالبکیه که محمد هزار آدم میگفتم وقتی که ما میگفتن که بیا اکا پرزیدنت نویسیم بیا اکا پرزیدنت نویسیم ما میگفتم ما می نویسیم پرزیدنت انا میخواد جواب میاتونه جواب اومده که مکتوب شما رو ما با پروکراتور رو کردیم از نتیجهش پروکرور دست گپ میزنه منوش که ننویس مانده به فایده مانده اپارات پرزیدنت ننویسیم برای که چیزی که میوه ما رویش میکنیم همون چیزا داره نسبت پروکراتور نویس میگرده میره با هم خود پروکراتور دیگه بررسی که این آدم نسبت شما نویسته کنی راست میگه که دروغ شما میگی مراجعت نکنید من میگم مراجعت بکنید نه که مراجعت دیگر خیلی کردن در کره مراجعت دونسته کردن در کره و این خیلی وقت گذرانی بی فایده هم نمیشه مکتوب نویسی میدونی که چی میشه انا که این جواب پروکراتور رو خدا میدونه که میآید یا که نمیآید ما ایوندا ممکن بیاید که نه ابلاغ نه هیچی معلوم نیست که ابلاغ دیگری نمیاد جوابش ابلاغ دیگری نمیاد جوابش تصدیق نشد میگه скорее خودش میگه ابلاغ نشد میگه شما وای چیه اپارات پرزیدنت مکتوب مینویسی من همین رجب میرزا میگفت که من نویسم اپارات پرزیدنت مکتوب میگم که تو خیلی نویس ما عوض جواب شد میتونیم تا بس سویر که میکنیم که گپی منه یا که گپی همون کسی هست همونجا هم مرا میگردونه
мара ту дар дуруни шумо дар дуруни кан як муроҷиат кунем ҷаноби олитона як бубине охи чӣ гапа дар Тоҷикистон ақаллан хабардор ҳаст ё нест? мисоли аблава, мисоли доркашиҳо, мисоли милисаҳо. ма аблава ҳамсоям аблавада кор мекунам, ман мегӯям чӣ хеле кора мега ҷамъ намешава, одам намебиёяд, мега чӣ кунам? ина бугӯ мега хосият. чӣ одам ҷамъ шава? хонаш мерам мега очаш куча беюш мекунам мепартоям. ман мега повестка қати хонашон мерам мега сари дастархон ма боварӣ наметунам ки вай повестка қати мерафта бошад. дурӯға мегӯям. ягон не кас худо кунам не мега ки может. ай ҳазор хона як хона рафтан случайно. не ин ҳама район ҳами ҷое ки точкаи хичай мега ҳамаша якбори повестка мебарам метиём намебиёянд дуюмбора мерам бачаҳошон айхона мегирам мега худошоно беҳуш мекунанд очаҳошон мепартоянд мега ба чӣ қапемшон ана саволш метиҳем ки ту дар кадом асос бе иҷозати соҳибмулк муқаррарати конститутсия вайрон карда дуруни хонаи одам медироӣ? ту ягон кас иҷозат дод? надро ҳавлиш да ҳам техпаспорти хона навистагия ки аблава барои ай ҳавли ман намедироӣ. не гӯш ки аблава барои чӣ намерам? барои ки авҷа чиқа бисёр мурдаҳо мебиёянд правильно? ай ҳамин мо модарҳо уже дар тарсем ки вона гудақма ман роӣ кунам яке авҷа зинда меояд инвалид мебиёяд чӣ мебиёяд знаете ҳамин структурара ҳамуҷа шаяд аввал ремонт кардан дар кор ҳамун ҷое ки ҳамо зиндагӣ мекунанд ҳамуҷа одамкушӣ мешавад ман намедонам дембл мегӯянд чӣ мегӯянд ҳамуҷара бояд қонун дар бораи хизмати алтернативӣ қабул кунанд ва ҳар як ашхос интихоб кунанд. ман армия мерам ёки чанд сум месупорам, армия намеравам ва армияи мо бояд армияи касбӣ шавад. мо дар кор нест 15 000 одами хароби бечора давида наметавонанд. 15 000 дар кор 7500 басад ойлик бигиранд, зиндагишон хуб бошад, хонаву дар дошта бошанд, муҳтоҷи ягон чӣ набошанд, профессионали техникаву технологияш бошанд. ҳозир мо меорем як мардака минамиё чӣ мекунем, як бачаи ки 18 сола 17 солара бечора ва ҳисоб карда наметавонад, ин хеле паратири минамиё бояд пушка нест ки нурша тоғрикни бизанад, бояд математикаро бидонад, хай пушти кӯ пушта мезанӣ вай фикр мекунад, вай пеш мекунем, бояд каси дигаре меорем. ҷамшед ёров, ту хизмати ҳарбиро фақат дар чӣ набин, дар танкаву пушка уҷа бо заминои командиро ҳастай, киштукор ҳастай, уҷа да кор бояд кунанд. корора ки мекунад фермабонӣ гов чӣ хеле хизмати замини командир неста гапо маҷид ҳаме қаваё ҳаракат мекунанд, солдат ҷамъ мекунанд, мебаранд барои ҳам корфармонӣ. охи рабочий силаи бе пул. бародари азиз ҷамшед, ман боварӣ надорам ки хизматчи ҳарбии мо дар замино кор кунанд, побел кунанд, хонаи командир созанд. не нест. бародари азиз ҷамшед, дар ҳамин Россия Доғистон республика. ман худам Липецкой области зиндагӣ мекунам. ҳамин вақти призив шуд, я 20 доғистониро оварданд гостиница. ман гуфтам шумо дар ҷо чӣ кор мекунед? армия мерем мега. ман гуфтам ай доғистон рафта намеша. мега ай доғистон рафтам бояд 70 000 тия мега баравем армия. мо Липецкой области мега солдат камай ҳамин тараф мерем, как будто мо ай Липецк рафтестем. 70 000 бояд тия мега ба армия равем. мефаҳмед? бо пул мете ки армия равем. ҳамин хел Доғистонда пул мети ба армияда мебаранд. пул мети ба армияда мебаранд. мега ман мефаҳмам хизмат кунам. ичен барои ман мега 1 сол хизмат мекунам, мега любой дар барои ман кушода, любой корхона. ана Александра мега пизуру яъне ки касе ки хизмат мекунад ягон имтиёз дода бояд шавад. ҳамун як ишина ҳамун депутатҳои мо ба ҷои ҳамин шиштам ноҳияи ғозималика ба зоғималик алиш кардан як чизи бемаънӣ мешинанд кор мекунанд. серьёзно манам ҳамира гуфтестам ки мо бояд ҳамун проблемаи асосиша бигем ки чумо дар армия ҳама хеле мешавад. оли аблаваша уз партоя қапем ҳамун структураи армия ки соз шавад, мо ҳам гудакумона ҳамиқа мегем бра мо армия курорт будай охи. курорт ахай мевуд зато як дисциплинаро ёд мегирад. соати 10 хоб мекунад 6 саҳар мехезад. ҳозир главни парвар намешавад. я сосиска қати медава 20 километр.
اساس نزنه نکشن شوخی یکم انا هیچ کی انا نپرونه رجب میرزا باید برای همین دپوتات ها پیشمروری میکرد که آدمو شما همون سمت بینه چی را بده روی همون چستاتون انا ایرا روی میکرد پیتی چرا امضا میکنن ویدیو را میدیدن تا حبلا و دیگر یک بهبودی میشیدن در همین ساعت چند تشکیلات گویا کار میکنن رجب میرزا کار میکنه اینش کار میکنه اونش کار میکنه همه که پراکنده لشکر هستن هیچ دستشون نمیاد یکم از گوش نمیکنن همه یک جوی جمع شدن همین مسئله همتون کار کردیستی جمع شوی یک بار همو چی میگن تو گاردستونه ها پرتایی که ها ما یکم اساس گذاری همینم اساس گذار نه مقصد همونه مقصد اصلاح کردن رفرم در ارمیه تاجیکستان همه جمع شوی یک نقشه بندی بکنی روی همون پروگرامتون کار بکنی روی عریضه می نویسی سمینار میگذرونی میتینگ میکنی هیچی آزادی هست در تاجیکستان دموکرات نویس باید میتیم اجازت میتینگ میکنی ما بر ضد ارمیه تجاوزگر ما طرفدار ارمیه کسبی نه مثال شما میگه که این پروکورور چیمچی نگاه کنه پروکورور در کرسلایش خودش تگی من پروکورور نقض جمشید میدونی که رتبه من قطعی پروکورور چی خلای من پروکورور نمیدونم وقت حاضره چی شده نه فکری من درباره پروکورور تا دیگه نشده نه که نگاه کنه هر یک اویله اینا اویله من مثلا 6 تا فرزند دارم وقتی که من خونه میرم فرزند کلانی من میگم فرامرز کودکورا قرصوی نگاه کن من میرم از ساعت 6 تا مثلا 5 بگه فرامرز در نبودن من میخوام کدو میرم میزنم کدو میرم کار میفرمونم مثلا من خبر ندارم که چی پیدا خونه من بگم روی همه خطر همه خوبن برای همین اون چیزی که تو در مقوله من نمیدونم که چی گپای برای که فرامرز یک وقت مثلا میزنه کودکورا میگه چند نگین و یا نمیگم با یگون پاس میگم چه مرزا بود این نگو اگر همه تو بیای همون ماشین فروی که کودکات همون 5 تاش قطار ایستادگی یک قوازه کد نویسگی که ما را فرامرز میزنه فرامرز چوره بیتی کنه یگون تاثیر میرسونه بعد البته تاثیر میره ما جزا میتونیم ما چی میگم برای چی ما جزا میتونیم برای حفظ حقوق خودتان باز خب که کنم کتا میجم برای حفظ حقوق خودتان و رسانیدن ایده های خودتان برای تکمیل انکشاف دادن یگان ساحه جمعیتی در تاجیکستان چرا شما حقوق خودتان استفاده نمیبرید همتون طرفدار همونی که ارمیه ابلاغ نباشد تشکیلات هم طرفا کار کردن گرانت و مرانت گرفته نمیدونم چیکار دارین اگر در حقیقت همین ساحه در کار کردنی باشه یک نویس با خوبتر برآمدهای زیادتر بکنید دعوت بکنید همه آدمایی که همین کارا میکنن قفاشون بروین ثبتشون بکنید نوار کنید مراجعت کنید بالاشون نسبت ما نه شما حالا فکری من را نفهمیده میگوی که جزا نمیدادیم ما جزا میتونم فرامرز برای چی جزا میتونم اگر من مثلا شیف همو چسب باشم ما البته همین کارا بینم جزا میتونم برای چی مثلا پدر فرزندان نفهمم ما در گپ نرسن نه که ممکن کار تو همون جای میرسه که فرامرز همون خلهمی‌ها رو جزا میده که ما بخبر میمونیم کامera بچسبون کامera همینجا یک از تجیکه نویسگیه کنی چی میگفته باشه گوش کنیم شد سلام علیکم تاجیکستان نمیدونم اگر تاجیکستان معنا داشته باشه میکروفون کشتگی میکروفونش کشتگی ویدیوش بود ویدیوش هم کشته بود سلام علیکم اکا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته اما بعد شریفی نامدانی اومده کتی اکا جون رحمت شما دم همجا برون یا خوارک همجا بالتا داشته برون همجا با من حقارت نکنم شید حقارت نکن حقارت نکن تمام بالتا تا گوش کرده انگی چند قیقی میخوای تو پروسته ایجا در آمده استریم می معنای وای داره که من میخوام گپ زنم اگر گپ داشته باشه وای کنم تا ما گپ دارم که ایزاد امون با آزادی اکا جون انا یوروا نه مردک میگه عزت امون با آزادی من طرفدار آزادی عزت امونم سیمبولی که من او آدمم میشناسم کمکی او آدم در من رسیدگی من
شما اگر ایدیگه جا باشه من اینمی دوشنبه ده بچهش اومد قطعی گاه میزنم میرم ادوکات یافتم بچهش را دادم همه کارا من قطعی بچهش هستم مثال گاه میزنم شما ممکن فکر میکنه که من خیلی گفتم من نمیخوام آزادی او را و شما فکر نمیکنه که ممکن که من سری پیاله چای آبد قطعی بچه ولی چای خوردم همین مسئله را گاو زدم مثال با قطعی شما گاو زدم ما که اپایدون ما میشه آوازی دختر ساعت رای بخیر همجا خگاب تا گوشی بزا برا اپایدون آخه ببخشید من در اینجا قطعی هم برنده ویم چی بگم سویدوشی سویدوشی بگنی بودی میدون همه پرومت برفتم حالا هم وقت تجیکا گپ ده همین ایکی ای آدم خواهری منه نه که ما بیرون تاجیکستانم این در درون تاجیکستانم ما دیگه گپ میزنم دیگه گپ میزنم وای مثال اینا بینه شما آیا فکری ما خیال میکنه که من مثال بدی میخوام همون انسان ده یا ما او آدم نمیشناسم اناسم دلم سال 2015 ما ایزد امونا میشناسم سال 2016 وقتی اکای ما رسید کردن ایزد امونا مدیرو مبلغ جمع کرده ما دا یاردم کرده بود ادوکات قطعی با اینترنت گپ میزدیم وقتی که بچه خودشون آوردن محکم کردن بچهش اومد زنگ زد ما گفتیم ادوکات گفتیم یافتیم مثال با همه روزه صحبت میکنیم من یگان غرض ندارم لیکن فکر خودم میگم که زور شما فکرات خاصیت یارو و گپ میزنه با تجربه روزگار رو همون کارهایی که حمایه بزرگ یارو کردید شما در سخناتون وای حس کرده میشود که همون حرارتی شعله نول شده یعنی که نمیخوایی دیگه نه خودتون غمتی نه مبارزه برای نه هیچی برای که دل آدم را خنک نکنی آخی آخه من میگم رنگی من عمر شده بفایده نگذرونم گذرونن ممکن همین کیفشون همین اینو ده همین کیفی تمام دایی بوره نباشه دیگه نمیکنی توجیکستان رسول لطیپوف با فکرم یک سوال داده حاضر اکای الکساندر یک سوال بود اساسا ما باید سوالو دا جواب کنیم رستم بازار گفته که خانه دولتی رو بفروشی یا سدود میکنن یا که فقط جریمه میکنن کپات دود میگیرن الکساندر راست میگه برای که خانه دولتی رو فروختن یعنی که خانه که به شما تعلق نداره فروختن یعنی که مال دیگه آدم فروختن و خریدار بگی که خانه منه انقلابیه 247 قسم چون ایزد امون پرونده ایزد امون میشود البته که سود میشه جریمه قطعی برگمان هم که شما جزا شده آزاد شده یکمش که همون مبلغ برمیگردونه مهلت میگیرید بعد وابسته از همون مهلتی که شما را چند سال دادن با نشاندادی میلیونه حاضی هست که 60 سومانی همون سود میتونه حساب کنه که چند قیش شما باید استدیو کنید همون حساب میکنن اگر جریمتون تعیین کرده باشه جریمه را هم پرداخت میکنید بعد آزاد میشه حالا قصه که هم سود میشوید و هم جریمه میشوید نفروشه خونه که به شما دخل نداره عموما چیزی که شما نیست نفروشه یارو رفت همین در توجیکستان проблем را решать کردن دو кара دوی Министерство внутренних дел прямой эфир мекна меброя, правсоюз прямой эфир когда меброя, медицина прямой эфир когда меброя. Хами бо халк суhbat кунан проблема дига нест в Тоджикистан. Каждый жалоб дора, когда мисол колхоз чи гнохи дора, прямой эфир да гав мезона министерство да решать мекна. خیلی من همین میدونم که یگان حجت میگم کابوم یگان معلوماتی دسترس کنم و همین سایت های دولتی من نمیدونم نه من مینویسم که چی مرا نشون میتید ما روز نمیدونم چیزی گفتم ماشین میبرم آمدن شیوراله من شیوراله نویسم ما کیم کدام سود نویسته که بدون شیوراله میبرم شیوراله من برای هوای همین خیلی بقرارم چه گون نمیدونن حقوق خودشون همش کنن نمیدونن برای همین گفتن در کره فهموندن در کره بسیاری در درون تاجیکستان تشکیلات کردگیان برای حقوق انسان نه که من نمیبینم که همون چیکار میکنن من حس نمیکنم عموما در تاجیکستان همون آدمایی که روز زبان هستن و یا کم و بیش میتونن خودشون حمایت کرده دیگران نه عموما که Российская Федерация защищать میکنن Гражданство дурани гражданини россиянино
برای وای فرقش نیست. روسی تمام، تاجیکی ما چی باشه محلگریم. ای اوای قشلوق ما اوای قشلوق، ای اوای رایونای، ایش اوای جای. اگر همین محلگری اوای همش 100% میشه توجیکستان. مایلش خواهی خواهی مایل ما با شما برای مایلش خواهی الکساندر برای اشتراک در برنامه تون امیدواریم با میوین подписаться کنید تا نبروره که این به نهایت برای خود شما فایده داره، چون که فایده подписаться کردن در همین کانال من اون دفعه گفتم با دفعه دیگه با تکرار میکنم که هر دفعه یک گپ نگم باور کنید خود شما دا فایده داره. تا چون کنم که خدمت نبرم تو خدمت زن بگیر صاحب 2 فرزند شو یا که معیوب کن خطا معیوب شو یا که برو شهروندی دیگه دولت میگذار شو یا دویدن مشق کنم. وقتی تو 27 سالگی تمی دوی هم یک سال 2 سال مشق کنم برای گرفتن آخری. آخی بعد هر سال باید بدوی اکتبر اپریل. مرا 9 سال سر کردن قپیدن نتونستم. آخی فقط سپاس اونا بودیم. رسول لطیفов بدتر ما گپ میزنم که چی فایده داره подписаться کردن، برای که من دین همین گپ گفته بودم که подписаться میکنی هم یارو گفت که نه تو فایده خودت خیلی گفتیسی که подписчикот زیاد شود. من گفتم подписчикот من زیاد میشه این فایده خیلی همون подписчикоه که من در آینده میفهمم که ها همینا لازم بوده همین برنامه‌های حقوقی سوال و جواب و مصلحت و این برنامه رو من زیادتر میکنم. ما ببینیم پیش که подписаться نمیکنه مثلا 200 подписчик داشتم ولی برنامه میبینیم 199 تاش میگم معقول شو نشده نمیکنم همین کارا گپ نمیزنم. برای همین وقتی که شما подписаться میکنید این با هم فایده خودتونه که برنامه زیادتر میشه و خودش شما یک چیز میفهمید. با میرسه هم استریم فایده خودتونه. خیلی که گفتم موضوع اساسی ما درباره خودکشی بود. خودکشی چیست؟ چه خودکشی رخ میده؟ چه معین کردن ممکن است که همین آدم خودش رو چه کشته یا که این رو به خودکشی رسوند و چی جوابگری جنایتی هست برای به خودکشی رسوندن. این در اول برنامه ما گفتیم. خواهیم ما کوتاه میگیم که یعنی که اگر یک کسی رو منتظم تهدید میکند لاتو کوب میکند فشار میبره حیاتش من خیلی میکنه که دیگه زندگی حلال کردن نمیتونه هم شرف منتظم پست میکنه و در نتیجه همین کار آدم خودش از حیات محروم میکنه. همین رسوندن به خودکشی 3 تا 8 سال میتونه. اون اشخاصی که یگان وابستگی داره مثال اگر همین کار پدر و مادر کنه نسبت فرزندش و فرزندش خودش کشد تا 8 سال میگیره. اگر همسینف کنه همین کار نسبت هم طلبه و طلبه خودش کشد مثلا داشت نموشته حقارت کنه لاتو کوبش کنه منتظم در مکتب و تا 5 سال میگیره. اینجا وابستگی به همون هست که کی عمل اجرا میکنه. آدمی که جبر دیده در طبیعتی او بود یا که از او نگران بود یکون چیز. مرحمت چیز در اومدن گیرین شما. بعد از این ما چند سوال دیگر بود با سوال جواب دادیم درباره اوی با کارمندان میلیسا اوی کارمند میلیسا را ثبت ویدیویی کردن ممکن است یا که ممکن نیست گپ زدیم و درباره همون قرارات قانون گفتیم که اگر شما ثبت کنید و میلیسا بگه که ممکن نیست بگی گمش که تلفن تا بگی شما بگی که این ثبت من در اساس قانون درباره حقوق دسترسی به اطلاعات ماده 5 قسم 2 و بند گ اون است. شما من یکم چیکار کردن نمیتونید من میخوام ثبت کنم. بعد درباره خودکشی به خودکشی رسانیدن گفتیم ماده 109. حالا یک سوال دیگر هست. وقتی به کار کردن زکس نویسه که یک سوال دیگه کودکان رو چه تقسیم میکنن یعنی معنی که با کی میمونن کودکان در وقتی تقسیماتی یعنی که در وقتی معین کردن جای زیستی کودکان هنگام بکار کردن عقد نیکو اساسا دقت میکنن که کودک مایده ترین یعنی بالغان با کی میمونن. عادتا
کودکوی مایده محتاج به مهر و محبت و تربیت محض مادر میباشند و آنها با مادر میمانند و فرزندان در همین مثالهای بسیاری بسیار میتوانیم بگوییم که فقط با مادر میمانند، ولی پدر نیز حقوق دارد که طلب کند که فرزندش با اون زندگی کند و میتواند در بعد از 10 ساله رسیدنی فرزندش میتواند که به سود معین به سود عریضه پیشنهاد کند که به طریق سودی جای زیست کودک معین کرده شود و در همین حالت یعنی که بعد 10 ساله شدن کودک فکری کودک اویدی با کی زندگانی کردن پرسیده می شود. بعد ما درباره اون گفتیم که اگر ضرر در وقت تفتیش شد ضرری مثال قلبی برقرار کرده شود آیا پرونده قطع کرده می شود یا اینکه نه. در اینجا ما درباره ماده 28 و ماده 30 کدکس مرافع جنایتی جمهوری تاجیکستان گپ زدیم و این ماده ها میگویند که اگر در حقیقت ضرر برقرار کرده شود و طرف آشتی شده باشند ولی در حالتی که اگر جنایتی صادر کرده جنایتی نه چندان وزنی یا درجه میانه باشد در همون حالت فقط ممکن است که پرونده جنایتی قطع کرده شود، ولی اگر جنایت های وزبین باشند یا که مخصوصا وزبین باشند پرونده جنایتی با خواهش این دو طرف و با پرداخت کردن جریمه با پرداخت کردن تاوان ضرر قطع کرده نمی شود. مرحمت یارو و شما یگان ما شما رو وظیفه دادیم یارو که کم کم همین سابشینی رو خونند که اگر یک چیزی که من از یادم میگذرونم بینید یگان سوالی باید باشد من جواب دهم. من سخن نه ما یا آخرون گپ ما میگم میبرم میرم بسیار بعد امروز گپ زدم درباره همین خودکشی را رسولت و نکدیم فهمه میگه که همون ضعیفی همون ایمانی همین که چه رفته کشته این همون دهم آخه انا سوال دهمیه ممکن وای دور اویختن کی همین را تفتیش کرد که همین دور اویختن یکی دیگه مورداش هم میگیریم جمشید که خچونه در دریا میپرته نمی همه روزه پرویز تیوی بود رو ماستی کم گجا دختره خچه پرتاف اوجا پرتاف ایجا پرتاف این همی چی یک چیزی معمولی شده همینو در بوار میکنی همی چیز موده شده باشه من نمیدونم چی در همین دوشنبه ها ای ماست میپرته نشان میتن خچونه ای بلندی ای خوجا هم پرتافتیسیان زنکو قطی کودکوشون پرتافتیسیان به همین درجه خیلی میره زنکوی که خطونه کشتنیه تو خطونه کشین کودکتون مونین اونجا اگه فکر میکنه خش تورو هستن بو برای همین در همین وقتی سراستی مگی کودکتون نبره خچیتون چی در کار همین کودکوی ویا بیچاره را چی میکنش مو در همین مایدکشانی که عذابش وای میتین عموما همین چیز من نمیدونم چی باشه که به حد نسم دل بسیار شدگه مجید باور کن اگر پرویسته بود و پدپیست باشی همه هر یه هفته ده یک کسی اگون کس ایموست چه باید پرتویا عویزتی نه یا ایموستی پیش گجرکا یا اینا و سیر دریا خیلی برای همین باید همین مستوده پترول گذرانده شود پترول پس سینه گذاره بیای روا همین رسول و چیز میگه اوتا هم از جین دارن همینا با فکر میده راست نسم دل اینا همه خیلی اداموی چقدر چیان که همین میدوان خچونا میپرتن اپای خودیت پیشی گپ تونده شما گفتستین که پرتوفتست یان خچونا حالا اون که آیا پرتوفتنی بدن گویو که نه اینکه پرتوفتن علاقه چند چادری آب رو بردن مجید دوستان یارو من چند تا دیدم هم بالای ماست قبل میفروغن شد میدونی من در شما یک تکلیف زور دارم بیای همین کانتکت هر دی شما رو من میتیم تو هر دوتون بعد همین افیر شیر چخچخ کردن که میدونی برای چی خب برای که حاضی بعد 16 دقیقه یا که 18 دقیقه روزکشی میشه تو در تریتوری های ما من این کانتکت های این آدم دارم داری نکی درست قاید کردن در کار یعنی پرتوفتنی هم بگه خیلی درست‌تر میشه مجید چند تا پرتو درون آو گرفتن شونا نمردن دستاشون شکست پوچوشون شکست با درد سری پدر و مادر شدن خط تکلیفی تو همینه که یا که ملیسه ها گردن بالای ماست یا که تگ همین ماست رو اکسکاواتر برن چقدرتر کنن نه تکلیفی
ما همینه که زندگی قطعی مبارزه برای نماز خونه یا شورنوکیتون کمتر وسیع تر شوه نروین وقتی پرابلم هستید بالای دریا محدود ها؟ اون بدین میپرد یا چه خودین دیندار میدونه که خب ما پرتو ما را گور نمیکنن گورستان اوس میبرن گور میکنن برای همین ما گفتستم که وای شوند مبارزه برای زندگی بیشتر بدین اسکالاتر بیارن تگیموس نه вообще فکری من نفهمیده خیلی چی گفت خطان افطار میشه همه داخل من در دوشنبه در علاقه افطار شدگی همه افطار بدگی و من خیلی میگم صحبت جمشید رحمت برای شما خصوصیت رحمت برای الکساندر رحمت برای مجید رحمت بر تمام رحمت که در اینجا اشتراک داشته باور کنید به نهایت رکورد کلیچیتسوا بود شما را بود 339 حسن نشان داده است اینقدر نبود هیچ وقت ببین اگر انا می شماره شما همین لایک چیزاتون ما گفتم که آدم دلش پر میکنه که پگاه با یک چیزی دیگر موضوع دیگر میگیریم اینا 330 چند کس تماشا داره شما در همین کامنتر نویسید که کدام موضوع شما در اینترستی تر درباره چی میخواید لابا و همین پگاه موضوع رو برای حقوق راننده ها نسبت گایک نه بهترین موضوع مرم در همین بسیار گپای گفتنی حقوق راننده ها نسبت گایک همین اسکرین شات نکنم برای لایک بزنید که هنگامی بازداشت کردن گایی چی حقوق دارد شما چی حقوق داری همین همون اطراف ده شد باید قبول کردیم من فایده همین مسئله در جمشید دین ما نوار دیدم یا گایش قدی راه برآمده برای ماشین من کردن و یا طرفه تو داده پریده چند ماشین دیگر زدن این سیتواسیون اساس دعوت میکنن پریده اوکی پیشی رای ما دمیاتش یه وقت برو اومده بود جقیدمش رفتم مالی ما افیر برامده نگوی خیلی پورا ماد وقتی تی ماشین نگوی خیلی پورا وای خیلی پیش دیگه اکسپرتیز فایدهش نمیکنه ما خیلی درمان خدا باشین صحبت باقی مالش خیر دوستان مالش خیر مجید خوش اومدین خیلی نباشه همه کسی که در اینجا هستیم خوش اومدین تشکر زیاد که اشتراک کردین در برنامه ما از سببی که وقتی افطار می شود هرچند که می خواهیم با شما همچون صحبت دوام کنیم از سببی که افطار و روز شنبه است روز استراحتی این دفعه افیر رو کوتاه‌تر میکنیم 1 ساعت و 50 دقیقه شد رحمتی کلان подписаться کردن و لایک ماندن و کامنتر نویسن سوال داشته باشید سوالاتون رو دادن فراموش نکنید کسی که سوال داشته باشه میتواند که در زیر همین ویدیو پارت نویسد سوالش حتما ما جواب میدیم